سوره هود سوره ای هست که در این سوره ذکر انبیاء زیادی من جمله ذکر حضرت هود و قومش عاد آمده، چون که این جریان مهم هست و اساسی هست. این سوره به نام ایشون تمام شده. اما ربط این سوره، مناسبت این سوره با سوره گذشته چند تا ربط دارد. یکی اینه که شما در همین پایان سوره یونس چی خواندید؟ اتبع ما یوحى الیک، آنچه که به سوی شما وحی میشه پیروی کن. خب اون چیه؟ اول سوره هود میگه اون کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ما یوحى این کتاب است، این کتاب واضح، این کتاب روشن، این کتابی که هر چیز را شفاف بیان کرده. این ربط اول هست. دوم اینه که شما در سوره یونس خواندید موضوع اساسی سوره این بود که ما من شفیع الا من بعد اذنه، در دربار پروردگار هیچ شفیع غالبی وجود ندارد. اینهایی که شما شفیع میدانید اینها شفیع نیستند، اینا قدرت شفاعت ندارند. حالا در سوره هود میخوانیم وقتی که هیچ شفیع وجود ندارد پس غیر خدا را عبادت نکنید، حتی اونها در حد سفارشی هم نیستند. پس اینجا چی میخوانیم؟ وقتی که شفیع وجود ندارد الا تعبدوا الا الله، در اول سوره میخوانید به غیر از الله هیچ کسی را عبادت نکنید. و ربط سوم در سوره یونس تقریبا 10 تا دلیل عقلی یا 9 تا دلیل عقلی برای اثبات توحید بود. در سوره هود هم همون دلایل هست، اما دلایل اونجا دلایل عقلی بود، اینجا دلایل نقلی هست. اینجا به نقل از انبیاء و روایت از انبیاء گذشته هست. پس فرق اینه که اونجا دلایل عقلی بود، اینجا دلایل چی هستند؟ نقلی هستند. الله عز و جل آغاز می فرماید با حروف مقطعات الف لام را کتاب احکمت آیات. این خبر است، مبتداش مقدر هذا کتاب، این کتابی است که آیاتش محکم است. احکمت آیاتو، آیاتش محکم است به چه معنا؟ ببینید محکم در قرآن و اصطلاح قرآنی آیات محکم به چندین معنا به کار برده میشه. یک محکم به اون آیاتی گفته میشه که بین اونها تعارض و تناقض نیست، از تناقض و تضاد محفوظه، از تناقض و تضاد محفوظه. محکم به این معنی هست. و دیگه این که برخلاف حکمت و نفس الامر مطلبی در اونها نیست. محکم است یعنی سراپا حکمت است، مطلب خلاف واقع، خلاف حکمت، خلاف حقیقت در اونها نیست. این معنای محکم هست. اما ابن عباس رضی الله عنهما از ایشون منقول است که محکم، قرآن محکم هست به این معنی که مثل تورات و انجیل کتابی بعدا نمیاد که این را منسوخ بکنه. محکم یعنی غیر قابل نسخ. متوجه شدید؟ تورات محکم نیست، انجیل محکم نیست، اونا قابل نسخند. قرآن آمد اونها را منسوخ کرد، اونها تعطیل شدند، احکام اونها تمام شد، فرصت اونها تمام شد. اما قرآن نه، قرآن محکم هست، یعنی هیچ کتابی بعدا نمی آید که قرآن را چی بکند؟ منسوخ کند. قال ابن عباس لم ينسخها کتاب، محکم به این معنی لم ينسخها کتاب، هیچ کتابی این را منسوخ نمی کند، بخلاف التورات والانجیل.
پس این معنای محکم است. همه این معانی درست است. الله می فرماید این کتاب، این قرآن، کتاب احکمت، هذا کتاب احکمت، این قرآن کتابی هست که آیاتش محکم هست، یعنی آیاتش قابل نسخ نیست، آیاتش با هم دیگه تضاد ندارد، برخلاف حکمت و نفس الامر چیزی در اینها نیست. ثم فصلت، سپس واضح شده. فصلت تفصیل قبلا خواندیم، واضح، روشن، مطالب به صورت جدا جدا بیان می شوند، مثل جواهرات که جدا جدا در یک سلک در میاند. آیات قرآن جدا جدا، کالعقد المفصل بالفرائد التي تجعل بین اللآلی، مثل اون گردنبندی که اون مهرهایش یکی یکی خوب واضح روشن به رشته در آمدن، به سلک در آمدن. لذا ثم فصلت، آیاتش تک به تک روشن. همه آیاتی که دال بر توحیده، یک آیه از یک آیه دیگه روشن تر، واضح تر. اما از جانب اون ذاتی است من لدن حکیم خبیر، ذاتی است که حکمتش هم کامله، با حکمت است و از همه احوال زمان، حال، گذشته، آینده، از همه با خبر است. خب کتاب احکمت، چنین کتابی هست. ثم فصلت، روشن شده این کتاب، یعنی واضح شده. چه چیزی در این کتاب واضح است؟ الا تعبدوا الا الله، این مدعای اول سوره است. ببین در این سوره چند تا مدعا هست، هر سه تا در باب توحید است. بعدن داستان هایی که می آید، هر داستانی در اثبات یک مدعا است. مثلا اولین مدعا اینه که الا تعبدوا الا الله. داستان قوم هود می آید که و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، یعنی او همین دعوت را میداد. پس این مدعای اول هست الا تعبدوا الا الله، ای احکمت آیاته ثم فصلت بالا تعبدوا الا الله. قرطبی اینطور میگه آیات این کتاب محکم است، قابل نسخ نیست و بعداً واضح و روشن بیان شده که چی؟ که الا تعبدوا الا الله. پس هدف اصلی قرآن توحید است، توحید فی العبادت. اننی لکم منه نذیر و بشیر. هنوز بحث ادامه داره. قرآن برای چی نازل شده؟ برای الا تعبدوا الا الله و ان استغفروا ربکم الی آخره. اما در وسط جمله معترضه که فریضه نبوی چیه؟ فریضه رسول الله چیه؟ من آمدم شما را به همین مسائل راهنمایی بکنم. اننی لکم منه نذیر و بشیر، از اون خدا شما را می ترسانم و بشارت می دهم. اونهایی که عمل نمی کنن می ترسانم، اونهایی که عمل می کنن بشارتشون. و ان استغفروا ربکم، و اینکه استغفار کنید ربتان را تلقین استغفار، از خدای تعالی معذرت خواهی. ثم توبوا الیه، تلقین. تنها استغفار خواندن، ذکرش و وردش کفایت نمیکنه، انسان باید توبه بکنه. ثم توبوا الیه، سپس توبه کنید. بحثی قبلا من بنده در رابطه با استغفار کردم که استغفار چه فوایدی دارد. آیه‌ای که مال سوره نوح بود خواندم، استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اونجا فواید استغفار را خدمت شما عرض کردم، اما این نکته را گفتم که استغفار فقط اون وردش و ذکرش نه، استغفار استه قلب باشه، یعنی اول توبه بشه، اول از گناهان انسان دست بکشه، بعدا از خدا معذرت خواهی بکنه از اعماق قلب. اگر این کار را بکنید و بکنیم، برای ما این کار هم در دنیا فوایدی داره، هم فوایدش اخروی است، هم فوایدش دنیویه و هم فوایدش اخرویه. ببینید اینجا فوایدش را.
و ان استغفروا ربکم، این که شما از ربتان مغفرت بطلبید، عذرخواهی بکنید، ثم توبوا الیه، سپس توبه بکنید. این عرض کنم ثم برای تراخی نیست، یعنی اول استغفار کن بعدا توبه بکن، نه، اول انسان توبه میکنه بعدا استغفار میکنه. این بلکه ثم برای چی است؟ انتقال از یک حالی به حال دیگر، از خوب به خوبتر، از بهتر به بهترتر. خوب اینه که استغفار کن، بعد بهتر اینه، ثم به این معنی انتقال از این به اون. ثم توبوا الیه، سپس رجوع کنید به سوی الله. اگر استغفار کردید و توبه صادقانه کردید، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، الله به شما متاع میده، کالا میده، یعنی بهرهگیری از زندگی. متاعا حسنا، بهره زیبا، بهره خوب میده، الی اجل مسمى، تا مدت معینی، تا مدت معین. البته اون مدت که مدت مرگ است، او دیگه تأخیر نمیشه، ولی تا اون زمان زندگی خوبی خواهید داشت. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تا مدت مشخصی. این در دنیاست. اما در آخرت و یؤتی کل ذی فضل فضله، بنویسید زیرش فی الاخره. در آخرت هر دارای فضیلت، هر انسانی که دارای فضیلت است، جایگاه است، مقام هست، الله به او فضل و مقامش را میدهد. لذا هم در دنیا هم در آخرت. و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. اما اگر از توحید سرباز زدید، اگر پشت دادید، دیگه از ما گفتن است و بس. فانی اخاف علیکم، من محمد میترسم بر شما از عذاب روز بسیار بزرگ. میترسم که به عذاب بزرگی، یعنی عذاب قیامت، گرفتار بشید. الی الله مرجعکم، فقط و فقط به سوی الله بازگشت شما. و هو علی کل شیء قدیر، او بر هر چیزی قادر و توانا هست. لذا بازگشت به سوی او هست. بنابراین بهتر اینه، خیر شما در اینه که توبه کنید، استغفار بخوانید، تا هم در دنیا خیرش را ببینید و هم در عقبا. الا انهم یثنون صدورهم. اونجا عرض کردم الا تعبدوا الا الله مدعای اول سوره هست. مدعای اول اینه که غیر از خدا هیچ کسی را عبادت نکن. الا انهم یثنون صدورهم، این مدعای دوم است. مدعای دوم خلاصش را خدمت شما عرض کنم که علم غیب، همه اون چی که ظاهر است، اون چی که مخفی هست، اون چی که عیان هست، اون چی که نهان هست، همه را خدا میداند، غیر از خدا کسی نمیداند. الله می فرماید الا انهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه. حالا در رابطه با شأن نزول این گفتن، البته شأن نزول برای فهم آیه بعضی جاها مفید هست. بعضی میگویند که منافقین مدینه وقتی که می آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم را می دیدند، خجل بودند، چون اونها عمل نمی کردند. خودشون را چی می کردند؟ جمع می کردند، سر را پایین می گرفتند، سینه را دلا می کردند تا که پیغمبر اونها را نبیند. خداوند می فرماید که بالاخره خدا می بیند. خودشون را دلا بکنند، لباس و بر خود چادر مینداختند، بر خود چادر بندازند که پیغمبر نبیند ولی خدا که میبیند. اما این شأن نزول زیاد به دل نمینشیند، چون که این آیه چی هست؟ مکی هست. این سوره چی هست؟ مکی هست و منافقین در مدینه بودند.
بعضی ها یه چیزی دیگه میگن، تفسیر کبیر امام رازی گفته، میگفتند که مشرکین چون میدیدن که هر چیزی را که هر برنامه توطئه‌ای که اونها دارند، هر مشوره‌ای که میکنند، خدا در قرآن جوابش را میده. میگه خدای محمد از همه چیز ما خبر داره، تا ما اینجا با هم صحبت میکنیم اونجا خبر به او میرسد، لذا یک کار بکنیم با خبر نمیشه. چه کار بکنیم؟ پشت درهای بسته در را ببندیم، پرده بکشیم، اونجا با هم بشینیم صحبت کنیم. یا وقتی که زیر لباس باشیم، کجا میبینه ما را خدای محمد علیه بالله؟ این اعتقاد را داشتند. تفسیر کبیر میگه روی ان طائفه من المشرکین قالوا، گروهی از مشرکین گفتند اذا اغلقنا ابوابنا، وقتی ما درهای خودمون را ببندیم، قفل کنیم، و ارسلنا ستورنا، و ما پرده ها را بکشیم، و استغشینا ثیابنا، و لباس های خودمون را، چادر چیزی بر خود هم بندازیم، و ثنینا صدورنا، و سینه های خودمون را دلا بکنیم، جمع بکنیم، علی عداوت محمد، فکیف یعلم بنا، بر دشمنی محمد از کجا میدوند؟ الله میگه اگر محمد نمیدوند، رب محمد میداند. الا انهم یثنون صدورهم، خبردار همانا آن مشرکان، آن دشمنان، آن کافران، یثنون صدورهم، دلا میکنند سینه هایشون را، لیستخفوا من، تاکه اون دین، اون عداوت را، اون شرک را مخفی کنند از الله. اونا فکر میکنند که خدا نمیفهمه. الا حین یستغشون ثیابهم، همانا هم در این حالت، الا یعنی با خبر، زمانی که اونها میپوشند لباسهای خودشون را، در لباس هم هستند، یعلم ما یسرون و ما یعلنون، خدا میدوند اون چیزی که مخفی میکنند، اون چیزی که علنی میکنند. انه علیم بذات الصدور، همانا پروردگار به راز سینه ها با خبر است. بعضی دیگه این چیزی دیگه گفتن این در رابطه با مسلمانان است. خب مسلمان گاهی دوچار وسوسه هم میشه. مسلمانان وقتی که این اعتقاد در دلشون جای گرفت، و گاهی برای شاید مردم ما هم این وسوسه باشه، وقتی که این در دل جای گرفته که خداوند در هر حال مرا می‌بیند و من هر حالتی داشته باشم، هر کیفیتی داشته باشم، خدا می‌بیند. لذا برای بعضی از مسلمانان قضای حاجت رفتن به دستشویی مشکل شده بود. خیلی خودشون را جمع می‌کردن، سینه را دلا می‌کردن، لباس را خوب جمع می‌کردن که چی؟ گویا جلوی خداوند شرم می‌کردند. الله عزوجل می‌فرماید که خداوند در هر حال شما را می‌بیند. شما خودتون را جمع بکنید، چه لباس را لباس را بر خود بیاندازید، یعلم ما یسرون و ما یعلنون، مخفی شما را، علنی شما را میداند. انه علیم بذات الصدور، علت اینه که او حتی از راز سینه ها با خبر است. منظور این مدعای دوم هست، یعنی خبری نیست که خدا اون را نداند، حالتی نیست که خدا از او بیخبر باشد. علیاذ بالله. لذا پس علم خدا محیط به کل شیء هست، و همچنین عبادت هم فقط برای خدا باشد. و دیگر رزق شما هم بر خدا است. چقدر نمک نشناس هستید شما کسانی که شرک می کنید، رزق را از خدا می خورید و عبادت و سجده را برای غیر خدا می کنید. عبادت و سجده را برای غیر خدا می کنید. یه مثال در گذشته اینجا در بلوچی بود، حالا شاید زیاد مثال مناسبی نباشد، ولی بی ربط نیست با همین هایی که اینجا رزق خدا را میخورند، اونجا میرن پیش غیر الله چیکار میکنند؟ جبین نیاز را میمالند و اونجا سجده میکنند. قدیما میگفتن که این مرغ همسایه وقتی میخواد تخم بیندازد، کرکرش برای ما گوشای ما را کر کرده، ولی تخم را اونجا برای
او میگذارد. لذا اینها رزق و روزی خدا را میخورند ولی میروند حاجت از غیر الله میخواهند. این خیلی بالاخره زشت، خیلی بد هست. الله تعالی میفرماید و ما من دابة فی الارض، هیچ موجود زنده در زمین نیست الا علی الله رزقها، مگر بر خداست رزق اون. هیچ موجود زنده من نملة الی فیل، از مورچه گرفته، از مورچه بگیر تا فیل، حیوان کوچک یا بزرگ، انسان غیر انسان، هر چی که روزی میخورد الا علی الله رزقها، الله رزقش را مقدر میکنه. الله تعالی تا زمانی که مقدر باشد برایش رزق، بهش رزق میده و چه رزقی مطابق حال او. بعضی ها هستند که تعجب میکنید اینقدر رزق زیاد میخورند، اینقدر گوشت زیاد میخورند، خدا برایشون فراهم میکند. این گوشت شکار گوشتی هست که گیرتون نمیاد. ولی بعضی درندگان هستند، تو کوها هستند، تو جنگل ها هستند، مثلا کسانی که با حیات حیوان و با حیوانات آشنایی دارن میگه حداقل روز 20 کیلو باید گوشت بخوره. خب اون 20 کیلوش را خدا همونجا فراهم میکنه براش. این نیست که از گرسنگی بمیرد. ماهی هستند که بعضی از ماهی ها روز 200 کیلو ماهی میخورند. ماهی بزرگ روزی حداقل باید 200 کیلو ماهی بخورد. همونجا خدا برایش فراهم کرده. 200 کیلو ماهی شما تو سال نمیخورید با تمام خانوادهتون، اما الله برای او فراهم میکند. یعنی هر موجودی را که الله عزوجل پیدا کرده، هر مخلوقی را که پیدا کرده، چه اون مورچهش باشه، چه اون بزرگترینش باشه، رزقش بر الله است. علی الله زیرش میشه تفضلا، بر خدا واجب نیست، فضل میفرماید. لذا به انسان هم رزق میده، به انسان هم رزق میده، اما انسان بیچاره نمیفهمد. انسان متوجه نیست که رزق من. به همین خاطر گاهی انسان دستپاچه است. وقتی که این اعتقاد نباشه دستپاچه، این اعتقاد نباشه میگه جلوی فرزند را بگیر. از کجا میده به اینها؟ نان نیست، آب نیست، حقوق کفایت نمیکنه، در حالی که خدای عزوجل هر اولادی بده درش را هم برایش، در رزق را هم برایش میگوشاید. خدا بر خود این حق را، این حق گرچه تفضلی است، این حق را بر خود گرفته. حالا بسیاری از مفسرین و معاصرین که الله رحمتشون بکنه نوشتند که در گذشته دانشمندان غربی چه پیش بینی هایی می کردند. حالا امروز زنده نیستن که به اونها بخندیم. یکی از دانشمندان به نام مالتوس در سال 1798، چند سال گذشته، حداقل نزدیک به 300 سال گذشته، درسته؟ در سال 1798 پیش بینی کرده بود، گفت که تا 30 سال دیگه تمام خوراکی ها و تمام اون چی که در زمین است تمام میشه. هیچ کسی تا 30 سال دیگه زنده نمیمانه، تمام از گرسنگی میمیرند. اون زمان پیش بینی کرده بود تا 30 سال دیگه کسی نمیمانه، هر چی که در زمین هست تمام میشه. و بعد دانشمند دیگری به نام سر ویلیم، این در سال 1897، یعنی 100 سال بعد از اون، 100 سال بعد از اون اولی، این گفته بود، تهدید کرده بود که 30 سال دیگه موجودی زنده نخواهد ماند. هم آبهای زیرزمینی تمام میشه، هم خوراکی ها تمام، آب که نباشه دیگه مایه حیات. حالا هم همه پیش بینی میکنن در آینده، میگه جنگ چی هست؟ آب هست. غافل از این که خدا با یک بارانی اینقدر آب میده که اون تمام کمبود آب چی میشه؟ جبران میشه. انسان بیچاره وقتی که اعتقاد به رزاقیت رزاق ندارد، این گونه پیش بینی میکند.
همه چیز را بر اساس اون عقل گنجشکی خودش وزن می کند، فکر می کند که بالاخره او می فهمد. لذا الله عزوجل خدا می دونه تا که این دنیا را خدا نگه داشت. الان نسبت به اون 200 سال پیش، نسبت به 300 سال پیش ببینیم مردم چقدر روزی دارند. جمعیت چند برابر اون زمان شده، خوراکی هایی که مردم مصرف میکنه هم چند برابر شده. هنوز خدا میریزه، هنوز خدا میده، امکانات جدیدی فراهم شده. اون زمان با دست درو میکردند، مثلا عرض میکنم حالا یک کمباینی هست که در یک لحظه تمام زمین را صاف میکند و همه چیز درو میشه. اون زمان مردم با الاغ و شتر مسافرت میکردند، حالا هواپیما در یک لحظه 300 نفر را از این گوشه دنیا به اون گوشه دنیا در یک لحظه میرساند. اون زمان مردم با چه مشقتی زندگی میکردن. الان زندگی ها ماشینی شده، چنان خدا تسهیلات آورده با یک دکمه همه چیز برایت فراهم میشه. هر چه جلوتر میریم خدای عزوجل عجائب و شگفتی ها را درست میکنه که اگر همین مسائلی که امروز ما داریم، همین امکاناتی که امروز ما داریم، اگر به اونها گفته میشد اونا باور نمی کردن، می گفتیم در آینده دنیا اینطور میشه. حتی خود ما الان همین سنی که گذشته از ما و امروز چیزهایی که می دیدیم، اگر 30-40 سال پیش به ما می گفتند در آینده یک موبایل درست میشه که اینجا تو جیب است، هیچ نه با سیمی وصله نه با خطی وصله است، به هیچ، از اینجا صحبت میکنی طرف تهران است اینجا با هم صحبت میکنی، باور میکردیم؟ امروز خدای تعالی چطور اینها را فراهم کرده. لذا هر چی که میریم جلوتر الله تعالی عجایب درست میکنه. الله برای رزق انسان ها برنامه ریزی میکنه. بی خود انسان دست پاچه هست، بی خود پریشان هست، میگوید که جلوی فرزند را بگیرید، جلوی نسل های آینده را، معنی همین میشه جلوی نسل های آینده را بگیرید. همین کارا را کردن. الان کشورها از نظر جمعیت با مشکل مواجه هستند. بسیاری از کشورهای اروپایی هستند که جمعیتشون پیر شده، جوان نیست. برای آینده میگویم کشور داره فلج میشه. حالا بعضی ها دارن تشویق میکنن که لازم است فرزندانی بیارید. لذا اون چه که انسان تدبیر میکنه ناقص است، با شکست مواجه میشه. عاقبت این قوانینی که انسان بیچاره خودش درست میکنه به بنبست میرسه، به بنبست گیر میکند. لذا اون چیزی که الله میگوید حکمت در این هست، خیر در این هست. الله میفرماید و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ موجود زنده در زمین نیست مگر بر الله است رزق آن. و یعلم مستقرها و مستودعها، الله میداند مستقر او را و مستودع او را. مستقر و مستودع قبلا این آیه را خواندیم، چندین تفسیر داشته. مستودع از ودیعت است، یعنی جایی که انسان امانتا گذاشته میشه. بعضی تفسیر کردن رحم مادر، چون چند روزی این نطفه اونجا امانت است تا 9 ماه کامل میشه. بعضی گفتن نه و گفتن مستقر عرض کنم که صلب پدر، کمر پدر است. بعضی گفتن نه مستقر عرض کنم که زندگی دنیا هست. مستودع که چند روزی انسان اونجا امانت میشه قبر است. مستودع چی هست؟ قبر است. باز عبدالله ابن مسعود میگه مستقر رحم مادر است، مستودع جای دفن است. یعنی انسان در دنیا قرار میگیره در رحم و چند روزی امانت گذاشته میشه کجا؟ در قبر. علی ای حال همه این تفسیرهای درستی هستند. کل فی کتاب مبین، همه اینها در لوح محفوظ در علم الهی هستند. انسان کجا زندگی میکنه، انسان چند روزی به صورت موقت کجا به سر میبره، چه در شکم مادر چه در قبر، همه را الله عزوجل میداند. و هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اینها دلایل عقلی هستند که شما قبلا خواندید به
ترجمه بسنده کنید. الله آن ذاتی است که آفرید آسمان ها و زمین را در مقدار 6 روز. و کان عرشه علی الماء، عرش پروردگار بر آب بود. ببینید عرش پروردگار بر آب بود، معنیش چیه؟ بعضی گفته این کنایه از استغنا و بی احتیاجی خداست، یعنی خدای عزوجل نیازی به زمین و آسمان نداره که استقراری داشته باشه. قبل از زمین و آسمان الله عزوجل استقرار داشت، عرشش بر آب بود. حالا امام رازی این کلمات را نوشته فیه دلالت علی کمال القدرت من وجوه. اینجا دلالت بر اینه که خدا واقعا قدرتش کامل است. به چند جهت؟ الاول، این اول را یادداشت کردیم، الاول ان العرش مع کونه اعظم من السماوات والارض، عرش از آسمان و زمین بسیار بزرگتر است. حتی در بعضی از روایت ها میاد که تمام این زمین و آسمان و اون چی که در آسمان است در مقابل عرش مثل یک نخاله، مثل یک چیز کوچکی که در یک بیابان بزرگی باشه، یک خسی، یک خاشاکی که در یک بیابان صحرای طولانی باشه چقدر هست. تمام این زمین و آسمان در مقابل عرش همین طوره، یعنی به اندازه خسی هست. لذا وکان عرشه علی الماء معنیش اینه که مع کونه اعظم من السماوات والارض، از آسمان و زمین بزرگتر. کان علی الماء، اون عرش بر آب بود. خدا وقتی بخواد نگه میداره. فلولا انه تعالی قادر علی امساک الثقیل بغیر عمد لما صح، بغیر عمد، بغیر ستون. خدا وقتی که قادر هست که این چیز ثقیل را بگذاره، پس الله بر هر چیزی قادر است. خب لیبلوکم، چرا شما را آفرید اون زمان؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا بیازماید شما را کدام یک از شما عملش بهتر است، عمل کردش خوب است. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، اگر شما به اینها بگویید ای مردم شما بعد از مرگ مبعوث میشوید در روز قیامت، لیقولن الذین کفروا، حتما انکارا میگویند کسانی که کفر کردند، ان هذا الا سحر مبین، نیست این مگر جادویی. ببین این خبر چطور میتونه جادو باشه؟ منظور از سحر اینجا خود جادو نیست، منظور از سحر باطل است. یعنی این چیز باطلی داره میگه، چیز غلطی داره میگه که ما دوباره زنده میشیم. علیاذ بالله. الله تعالی میفرماید که چه چیزی منشأ انکار است. ببین چه چیزی باعث شد مشرکین اینطور جری باشند و کفر بکنند. منشأ انکار اونها امهال الهی هست، مهلت دادن خدا. اینقدر که اهل کفر و اهل شرک جرأت دارند انکار میکنند، کفر میکنند، به دلیل اینکه خداوند عذاب را مؤخر کرده. اگر خدا زود عذاب میداد نسل بعدی اینطور کفر نمیکردند. لذا الله میفرماید ولئن اخرنا عنهم العذاب، اگر ما مؤخر کنیم از آنها عذاب را به دلیل حکمت هایی که خدا خودش بهتر میداند، الى امت معدوده، امه بمعنی مدت، تا مدت مشخصی، لیقولن ما یحبسه، البته حتما خواهند گفت چه چیزی آن را حبس کرده، چه چیزی جلوی عذاب را گرفته. الله عزوجل میفرماید اون چیزش را خدا میداند، ولی اینقدر شما بدونید که روزی که عذاب خدا بیاید هیچ چیزی جلوی عذاب را نمیگیرد، هیچ چیزی نمیتواند رخ عذاب را برگرداند. الا یوم یأتیهم، آگاه باش، با خبر باش، یوم یأتیهم، روزی که عذاب می آید، لیس مصروفا عنهم، عذاب بر نمی گردد، منحرف و منصرف نمیشه از اونها، دیگه برو برگشت نداره. و حاق بهم ما كانوا به یستهزئون، فرود می آید بر اونها آنچه که او را مسخره می کردن، یعنی عذاب خدا فرود می آید. ولئن اذقنا الانسان منا رحمه، اینجا خداوند سرزنش می کند. این انسان چقدر ناسپاس است. این انسان
قبلا شما خواندید خلق هلوعا. این انسان تاب و تحمل هیچ چیزی را ندارد، از یک طرف مغرور است نسبت به خدا و توحید خدا انکار دارد، کفر دارد. ولئن اذقنا الانسان منا رحمه، اگر ما به انسان از جانب خودمان رحمتی بچشانیم. ببینید نکته اینجا هست، این نکته را توجه بفرمایید. اون اینه که نعمتهای دنیا را که خدا به من و شما داده، نعمتهای خدا کم نیستند. بالاخره این باغ و بستان ها هست، این ساختمان ها و ویلا ها هست، این انواع خوراکی ها، این پول های زیاد، این سواری ها، این تمام امکانات، اینا کمند؟ خیلی زیادند. اما خداوند عزوجل میگه اگر ما بچشانیم، معمولا چیزی را که شما میخواید بچشید که آیا تلخ یا شیرینه، آیا نمک داره یا نداره، چقدر شما میخورید؟ خیلی کم، به اندازه سر قاشق، به اندازه سر انگشت. پس معنی ببین این همه که خدا داده این را میگه بچشانیم. خدا داده نچشونده، ولی میگه در مقابل نعمتهای آخرت اونقدر این هست که این گویا شما یه چیز چشیدید، فقط اینقدر قلیل است. همه دنیا که 50 سال و 60 سال و 100 سال همش استفاده کردیم، خوردیم، پوشیدیم و استفاده کردیم، همه را خدا چشیدن تعبیر میکنه. چرا؟ چشیدن اونه که خیلی کمه. یک دیگ بزرگی اونی که شما میچشید در مقابل اون دیگ هیچی نیست. پس معنیش اینه که هر چه در دنیا داشته باشی کمه در مقابل نعمت آخرت. لذا الله می فرماید ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا، اگر ما به انسان بچشانیم در این دنیا رحمتی، رحمت دنیایی، ثم نزعناها منه، اما بعدا اونها را بگیریم، چون ما همیشه کار خداست، امتحان میکنه. و بلوناهم بالحسنات والسیئات. چرا امتحان میکنه؟ لعلهم یرجعون، لعلهم یرجعون. حکمت خدا اینه که یکی را حالش را خوب میکنه، حال کسی را بد میکنه. یه روزی میده، یه روزی میگیره، یه روزی سختیه، یه روزی خوشی است، تا بنده همه حالات را ببیند و بدوند که کار من نیست، در دست من نیست، در دست ذات دیگه هست، تا به اون ذات برگرده. و بلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم یرجعون، تا به سوی خدا برگردن. لذا خدا این نعمتها را چرا از انسان میگیره؟ آقای میلیاردر چرا یک شبه سرمایه را از دست میده؟ یا آقای فقیر چرا یک شبه سرمایه دار میشه؟ این حالات را خدا میاره تا بندگان به سوی خدا بروند. اما الله میفرماید ثم نزعناها منه، از او میگیریم انه لیئوس کفور. این انسان بیچاره مایوس میشه، دل شکسته میشه، کفور، ناسپاس میشه. بعضی میگن لیئوس من الاصنام، از بتهای خودش حتی دل شکسته و مایوس میشه. ولئن اذقناه نعماء بعد الضراء مسته، اگر ما بچشانیم او را نعمتی بعد از ضرری که به او رسیده، بعد از آفتی که به او رسیده، بعد از مصیبتی که به او رسیده، لیقولن ذهب السیئات عنی. این انسان چیکار میکنه؟ میگه دیگه تمام شد اون روزای سخت، ذهب السیئات عنی، سیئات و سختی ها از من رفت. الله میفرماید انه لفرح فخور. این انسان بیچاره مغروره. فرح به معنی چیه؟ غرور، تکبر. کل فرح فی القرآن بمعنى البطر. این انسان لفرح، اما فرح غروری میگن که تو دل باشه، فخور غروری میگن که بر اعضا و جوارح باشه. این هم قلبا مغرور، فخور یعنی هم ظاهرا فخوره، ظاهرا هم مغروره. غرورش هم درونیه هم برونیه، هم ظاهریه هم باطنیه. اینقدر این انسان سرمسته. البته این اوصاف کفار است، این اوصاف مشرکین است. مؤمنین اینطور نیستن. مؤمن در حالت عسر و یسر شاده،
خوشحاله، قانع هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود عجبا لامر المؤمن، امر مؤمن عجیب است، واقعا عجیب است که فرمود اگر خدای عزوجل به اون نعمتی میده، ان اصابه نعمت فشکر، اگر نعمتی بهش میرسه شکر میکنه، الحمدلله پروردگار تو دادی. اگر خدا برایش مصیبتی میاره فصبر، چی میکنه؟ صبر میکنه. الله، ای الله تو آوردی، من تسلیمم. لذا در هر دو صورت اجر میگیره. مثل او نیست، در یک صورت ناامید میشه، در یک صورت مغرور میشه، نه ناامید میشه و نه مغرور میشه. لذا این صفت مؤمن و این خصوصیت مؤمن است. لذا الله می فرماید انسان این چنین است. منظور پس انسان چیه؟ انسان کافر مشرک. چرا؟ چون انسان مؤمن اینه که استثناش آمده الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، مگر اون بندگانی که صبر میکنند در هر صورت، فی الحسنة والبلاء، هم در عسر و هم در یسر. و صبر یعنی چی؟ یعنی و عمل الصالحات، عمل صالح انجام میده. اگر مشکل داره، مصیبت داره، هم نماز شب میخونه، دعای طویل و عریض داره. اگر مشکل نداره، خدا بهش نعمت داده، همون نماز شبش را میخونه، دعای طویل و عریض داره. یعنی عبادتش مقطعی نیست، به وقت مشکلات فقط نیست، در حالت عسر و یسر است. اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر، این دسته از مؤمنان، از بندگان مؤمن من، برای اونهاست مغفرت و اجر بسیار بزرگ. فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک. حال ببینید مشرکین انتظار داشتند از رسول الله صلی الله علیه وسلم. این مدعای سوم هست در این سوره. 3 تا مدعا است. اول الله تعبدوا الا الله، دوم اینه که تمام علوم پیش خداست، از همه چیز خدا خبر داره. سوم این که اونها انتظار دارند که شما در بعضی از مواقع وحی را برای اونها بیان نکنید، ولی ای پیامبر من پیام خدا را آشکارا شفاف برسان. فلعلک تارکن، اینجا لعل بر اساس گفته آلوسی برای ترجی نیست. فلعلک قیل ان لعل ها هنا لیس للترجی بل هی للتبعید. فلعلک تارکن یعنی بسیار بدور از انصاف است که اونا انتظار دارن از شما، یعنی بدور از واقعیت خواهد بود که تو ترک کنی بعض ما یوحى الیک، بعضی از آنچه که وحی میشه به سوی تو نباید ترک بکنی. و ضایق به صدرک، و سینه تو از این گرفته، از این دل تنگه که ان یقولوا، اونها میگن چرا خواسته هایی که ما داریم، چون اونها یک سری خواسته هایی داشتند. مثلا میگفت ان یقولوا لولا انزل علیه کنز، چرا بر اون خزانه، اگر پیغمبر خداست چرا خدا بهش یک خزانه طلا نمیده، یک معدنی از طلا بهش نمیده؟ او جاء معه ملک، یا چرا باش فرشته نمیاد تاییدش بکنه، فرشته بیاد به ما بگه که این پیغمبر خداست. الله تعالی میفرماید از این دلتنگ نباش، به خاطر این یاوه‌گویی های اونها از وحی الهی عقب نشینی هم نکن. تو ضامن معجزات نیستی که هر معجزه اونها بخواهند. انما انت نذیر، این جایگاه تو است، تو نذیری، ترساننده ای. والله على كل شيء وکیل، بر هر چیز که اختیار دارد چه ذاتی هست؟ الله است. خب حالا اینها که قبول نمی کنند و این قرآن را افترائی میدانند، اونها را دعوت بده، دعوت به آوردن کتابی مثل این کتاب. ام یقولون افترا، ای بل یقولون، بلکه وقتی که اونها به نتیجه نمیرسن میگویند پیامبر از خود افترا کرده. قل فأتوا بعشر صور مثله مفتریات، بگو ای مخالفان، ای دشمنان، ای مشرکان، بیاورید 10 تا سوره مثل این افترا شده. این که شما میگید مفترا هست،
شما هم افترا کنید، شما 10 تا سوره درست کنید، شما تنها نه، با تمام خدایانتون دست به یکی بکنید. ودعوا من استطعتم من دون الله، فریاد بزنید، بخوانید هر کسی را که میتوانید به جز الله، ان کنتم صادقین، اگر راست میگید. راست میگید خب شما بیارید، مثل این کتاب. این تحدی و این به مبارزه طلبیدن از روز اول بوده تا به امروز است. یه جای خداوند فرمود قل فأتوا بمثله، فأتوا بمثله، مثل قرآن بیارید، یعنی از اول تا آخر. بعدا تنزل فرمودن ب10 سور مثله، 10 تا سوره مثله. بعدا تنزل شد به صورت مثله، 1 سوره بیار. هیچ کدوم را نتوانستند. الله می فرماید فإن لم يستجیبوا لكم، اگر اینها اجابت نکردن برای شما، که نکردن تا به امروز نکردن، و این تحدی هنوزم هست، هنوزم تلاش میکنن، نمیتوانند. پس شما الان یقین کنید، شما مؤمنان، فاعلموا انما انزل بعلم الله، اون چه که نازل شده با وحی الهی، بعلم الله یعنی به وحی الهی، با وحی الهی. و خلاصه این وحی الهی چیه؟ خلاصه این وحی، بعضی هی اعتراض میکنن توحید توحید، مگه چقدر توحید؟ همه قرآن میگه توحید دیگه. خدا میگه خلاصه این وحی الهی اینه که و لا اله الا هو، این خلاصه وحی، که هیچ معبودی لایق عبادت نیست بجز او. فهل انتم مسلمون، این استفهام طلبی است. تسلیم نمیشید؟ هنوز تسلیم نمیشید، یعنی تسلیم بشید. خب کسانی که تسلیم نمیشوند به خاطر چیه؟ قبلا ما خواندیم که نمیخوان اون مرجعیت خودشون را از دست بدن، اون سرداری و سروری که دارند، مردم به اونها رجوع میکنند، مردم اونها را تعظیم میکنند، کرنش میکنند، مردم به اونها پول میدن، درآمدشون هست. لذا پس معلوم میشه که اونهایی که ایمان نمی آورند حب دنیا اون نمیگذارد. لذا الله بعد از دعوت به ایمان و دعوت به تسلیم شدن در مقابل قرآن، الله تعالی این افرادی را که هم غمشون زندگی دنیاست، عاقبت اینها را بیان می فرماید. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، هر کسی که اراده زندگی دنیا و زینت و زرق و برق دنیا را دارد، میخواد فقط در دنیا خوش بگذراند، چند روزی خوشگذرانی بکند، نوفی الیهم اعمالهم، الله می فرماید ما به صورت کامل می دهیم جزای اعمالشان را. اعمالهم یعنی جزای اعمالهم فیها، در همین دنیا. من قبلا این مطلب را خدمت شما باز کردم که کفار هر عملی بکنند، چون اعتقاد به آخرت ندارند، هر عملی بکنند جزای عملشون را در دنیا ممکنه ببینند. خدماتی میکنند، در دنیا شاد میشن، در دنیا کارها وفق مرادشون پیش میره، در دنیا خدا بهشون امکانات میده، ثروت میده، سرمایه میده، اما در آخرت نه. همین هایی که اختراع کردن برای انسانیت خدمت کردن، این برق را درست کردن، این ماشین ها را درست کردن، این تلفن ها را درست کردن، این امکانات را، اینها در دنیا نتیجه میبینند، خیر کردند خیر میبینند. ما معتقدیم این تبشیری ها، مسیحیانی که در کشورها کمک میکنند، به گرسنگان را سیر میکنند، تشنگان را آب میدهند، کسانی که لباس ندارند لباس، اینا نتیجه کارشون را در دنیا میبینند. در دنیا خداوند برایشون فراهم میکنه. اینجا هم خدا اشاره کرده نوفی الیهم اعمالهم فیها، هر عملی میکند، دعای میکند. دیروز بحث دعای کافر را هم عرض کردم. دعای میکند، دعایش در حق امور دنیایش چی میشه؟ پذیرفته میشه. نوفی یعنی کامل میدیم به اونها، اعمالهم یعنی جزای عمل. پس یکی از دلایل که وضع کفار از وضع شما مسلمین بهتره اینه که اونا هر چی خیر و شر کردن نتیجهش را در همین دنیا میبینند، در همین دنیا دارند نتیجه می، اما در آخرت خبری نیست. و هم فیها لا یبخسون، و آنان در این دنیا، بخس به معنی چی هست؟ نقص است، کمبود است. لا یبخسون، کمبود نمی بینند از نظر رزق. لا یبخسون من الرزق ای لا یمنعون من الرزق. اما در آخرت چی؟ ایمان نداره،
چطور در آخرت برایش چیزی داده بشه؟ اولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الا النار، اینها کسانی هستند که نیست برای آنها در آخرت مگر آتش. و حبط ما صنعوا فیها، برباد میشه اون چه که انجام دادن در دنیا، هر چه خدمات کرده در دنیا نتیجهش را دیده در آخرت خبری نیست، برباده. و باطل ما کانوا یعملون، ضایع است اون چیزی که عمل کرده، هر عملی میکنه از نظر آخرت ضایع است. افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة. الله تعالی اینجا در این مدعا برای حقانیت و صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم مطلبی بیان میفرماید. آیا اون انسانی، من کیه؟ رسول الله است. اون انسانی که کان علی بینة من ربه، بر بینه هست از جانب رب. بر بینه هست به چه معنا؟ یعنی خدای تعالی به او دلائل داده، هر چی میگه از روی دلیل میگه. خیلی گفتن که علی بینه، بینه به معنی هو الدلیل العقلی، تفسیر مدارک میگه. بعضی میگن بینه دین اسلام که دین روشنی هست. على بینة من ربه بیان ان دین الاسلام حق و هو دلیل العقل. انسان وقتی که به تمام احکام اسلام شما نگاه کنید، با همین عقل خودتون به این نتیجه میرسید که واقعا احکام زیبایی هستند. واقعا فوز و فلاح انسان و راحت و ریحان انسان در همین ها هست. پس اون کسی که بر دین حق باشد، دین واضح و روشن باشد، یاد برای این دین دلائل عقلی دارد و تنها به این نه، دلیل قرآنی هم دارد. و یتلوه شاهد من، و یتلوه یعنی یتبعه یلحقه، او را چی میکند؟ دنبال میکند، شاهدی از جانب خدا. یعنی اون پیغمبر فقط این دلائل عقلی را ذکر نمی کند، بلکه شاهدی از جانب خدا که قرآن باشه، ای القرآن هو القرآن. شاهدی از جانب خدا هم او را چی میکند؟ او را تبعیت میکنه، یعنی تقویت میکند. و تنها این قرآن اولین کتاب نیست، مسبوق به سابق است. قبل از این کتابهای دیگه هم آمده. این نیست که بگیم که خب اولین کتابه. و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه، قبل از این قرآن هم نمونه های مثل این قرآن، مثلا کتاب موسی که هم امام بود، یعنی پیشوا و راهنما بود، علما و رحمت بود عملا، کسانی که عمل میکردند. حالا کسی که پیغمبری که با این کتاب و با این حجت و برهان آمده، آیا برای پیغمبری شک میماند؟ جای شک هست؟ قطعا پیغمبر خداست. این جزا مقدره. افمن کان، جوابش استفهامه. آیا کسی که دلیل عقلی داره، دین روشن داره، قرآن داره و قبل از قرآن کتابهای دیگری هم سابقه داریم که بوده، ایبقى له موضع شبهه؟ آیا برای چنین پیغمبری جای شبهه هست؟ نه خیر، انسان باور میکنه که پیغمبر خداست. لذا الله میفرماید اولئک یؤمنون به، این افراد یعنی کسانی که به کتاب موسی ایمان داشتند، همون علماء صالح بنی اسرائیل، این افراد ایمان می آورند به این قرآن، به این پیغمبر. و من یکفر به من الاحزاب، هر کسی به این قرآن کفر کند از گروه های دیگر، چه از یهود، چه از نصارا، چه از مشرکین، چه صابین، فالنار موعده، پس آتش موعد اون انسان هست. فلا تک فی مریة من، شما در شک نباش ای مسلمان درباره این قرآن. انه الحق من ربک، همانا این قرآن حق است از جانب ربت هست. ولكن اکثر الناس لا یؤمنون، اما اکثر مردم ایمان نمی آورند. این همه دلائل هستند، باز هم تسلیم نمی شوند و ایمان نمی آورند و بر خدا افترا هم می گویند. یهودی ها ایمان نمی آورده، می گفتن خدا به ما گفته، والله امرنا بهذا، خدا گفته هر کسی که از نسل یهود بود بهش ایمان بیاورید، به ما نگفته ما غیر از این ایمان بیارید. مشرکین هم هر
خرافاتی داشتن، هر شرک و گندی داشتن، میگفتن خدا گفته، خدا گفته برای اینها نظر و نیاز کنید، خدا گفته اینا نائب من هستند، خدا گفته اینا دختران من هستند به فرشتگان. یعنی هر خرافاتی داشتن، کفریات و شرکیاتی داشتن، به چی نسبت میدادن؟ به خدا. همونطور که خیلی از مردم الان همین کفریات را دارند. بسیاری هستند کمک میخواند از غیر خدا، کمک میخواهند از غیر خدا. وقتی میگیم چرا؟ میگه خدا گفته شما به اینها متوسل بشید و از من بخواهید. کجا خدا گفته؟ الله میفرماید و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا. چه کسی ظالم تر از اون انسانی که افترا میگوید بر الله دروغ میگه بر خدا. اولئک یعرضون علی ربهم. این افراد در قیامت عرضه میشوند در محضر رب، در محضر رب. اون وقت گواهان بر علیه اینها گواهی میدن. منظور از گواهان چیه؟ چندین تفسیر است، ولی تفسیر راجح فرشتگان. و یقول الاشهاد، شاهدان میگویند، فرشتگان بر علیه این مشرکان گواهی میدهند. چه میگویند؟ هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم. اینها کسانی هستند که دروغ گفتن بر ربشان، هر غلطی میکردن به رب نسبت میدادند. مبتدع و خرافاتی هم هر بدعتی که ایجاد میکنه میگه این در دین است، این دستور خداست. اینا دروغ بر خدا. الا لعنت الله علی الظالمین. این ادخال الهی است. الله اعلام میفرماید خبردار، لعنت خدا و نفرین از جانب خدا بر چنین ظالمین، چنین مشرکینی که ظلم میکنند. در حق خدا همین ظلمه. چیزی که خدا نگفته به خدا نسبت میدند، چیزی که خدا تعیین نکرده میگن خدا اینو تعیین کرده به عنوان فرزند، به عنوان نائب، به عنوان جانشین. حالا این ظالمین کی هستند؟ الذين يصدون عن سبیل الله. آنهایی که از راه خدا باز میدارند، هم خودشون گمراهند هم دیگران را گمراه میکنند. و یبغونها عوجا. و میطلبند در آن راه خدا کجیرا. عوج کجیره یعنی چه؟ یعنی شبهات القا میکنند. بر اساس شرایط خودمون دارم میگم، شبهات از طریق ماهواره ها، از طریق فضای مجازی، هی درباره دین شما را دچار شک و تردید میخوان بکنن، جوانان را دچار تردد میکنن درباره توحید، درباره رسول الله، درباره قرآن، درباره احکام خدا مثل جهاد، هی تردید ایجاد میکنن. و یبغونها عوجا، به این معنی است در اون دین خدا کجیره میخواهند. و هم بالآخرت هم کافرون. اینا نسبت به آخرت هم منکرند، قبول ندارند. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض. الله میفرماید اینها نیستن خدا را عاجز بکنند در زمین، یعنی خدا اینها را مؤاخذه میکنه. و ما کان لهم من دون الله من اولیاء. برای اینها بجز الله هیچ حامیانی نیست. هر روزی که خدا بخواد اینا را مؤاخذه میکنه. یضاعف لهم العذاب. عذاب اینها 2 برابر میشه یا چند برابر. چرا چند برابر؟ به دلیل بنویسه زلال و اضلال. هم خودشون گمراه، هم با ایجاد شبهات دیگران را هم گمراه میکنن. الله می فرماید ما کانوا یستطیعون السمع. اینها نتوانستند گوش کنند احکام الله را. و ما کانوا یبصرون. و نتوانستند حق را ببینند. اولئک الذین خسروا انفسهم. اینها کسانی هستند که در خساره واقع کردند خودشان را. و ضل عنهم ما کانوا یفترون. و ناپدید شد از اینها آنهایی که افترا میگفتند. چی را افترا میگفتند؟ غیر الله را برای خدا شریک قرار داده بودند. میگفتند اونها به داد ما میرسند. اونها گم شدند. وقتی که عذاب خدا آمد اونها ناپدید شدند. لا جرم، این در دنیا بود، در آخرت هم. لا جرم یعنی لا محال، بدون شک. انهم فی الاخرة هم الاخسرون. اینها در آخرت زیانکارترین انسان هستند. چنان خساره که خسرت دنیا و الاخره، هیچ جای نجات برای خودش بیچاره نگذاشته. نه برای سفارشی میشه، نه خدا او را میبخشه، نه خدا بر او ترحم میکنه، چون هر کفر و شرکی که بوده انجام داده.
اما در مقابل این مشرکان، در مقابل این اهل کفر و اهل ظلم، مستکبران، داریم مؤمنین عاجزان را، مؤمنینی که در مقابل الله اظهار عاجز میکنند. لذا الله میفرماید ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم، همانا کسانی که ایمان آوردن. چند چیز را خدا ذکر میکنه: یک، ایمان، عقیده; دو، و عمل الصالحات، عمل; سه، اخلاق. و اخبتوا الى ربهم، این اخلاق است که انسان را هدایت میکنه. اخبات به معنی تواضع هست، به معنی شکست نفسی هست. چه چیزی باعث هدایت اینها شد؟ شکست نفسی، تواضع. خدا نکنه که در وجود یک انسان غرور بیاد. غرور بارها خواندیم، تعصب هم نوعی از غرور است. غرور انسان را محروم میکنه از خیر، از ایمان. اما اینها چون غرور ندارند، چی دارند؟ تواضع دارند. لذا اخلاق خوب داره، فروتنی میکنه. و اخبتوا الی ربهم، در مقابل رب اینها تواضع میکنند، عاجزی میکنند، عجز نشان میدن. اولئک اصحاب الجنه، این گروه بهشتی ها هستند. هم فیها خالدون، همیشه در اون بهشت ماندگارند. حالا دو گروه شدن، نه؟ گروه اول لا جرم انهم فی الاخرة هم الاخسرون، زیانکارترین انسان ها، اونهایی که در آتشند، یضاعف لهم العذاب. گروه دوم اولئک اصحاب الجنه. حالا یک مثال خدا بیان میکند، تطبیق میده بین اینها، صفات اینها را. مثل الفریقین، مثال این هر دو گروه، کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، دو تا مثال هستند. یکی کور و بینا، یکی کر و شنوا. کالاعمی، اعما مثال کدوم هست؟ گروه اول، مثل کوره. والاصم مثل کره. این هر دو مثال مالکی است؟ گروه اول است. اون گروه اول گویا کور و کرند. گروه دوم والبصیر والسمیع، این موحد است، این مؤمن است. این هم بیناست هم شنواست. هل یستویان مثلا؟ آیا این دو تا مثال با هم برابرند؟ یعنی این دو گروه مثل هم؟ نه خیر. این تو چاه میفته، کور نمیبینه، کسی بهش میگه چاه میفته، کرم است. اما اون یکی نه، اون یکی نجات مییابد. افلا تذکرون، آیا با این مثال های الهی بازم پند نمیگیرید؟ هنوز راه درست را نمیپیمایید؟ به سمت حق نمی روید؟ در سوره مبارکه هود چندین مدعا بودند که در ابتدای سوره اشاره شد. اول اینکه الله تعبدوا الا الله، بجز الله کسی را پرستش نکنید، عبادت نکنید. دوم اینکه خداوند عزوجل از هر چیزی آگاه است، علمش محیط به کل شیء هست، ولو اینکه انسان ها خودشون را جمع کنند، سینه خودشون را دلا کنند، بر خود لباس بیندازند. خداوند یعلم ما یسرون و ما یعلنون. و سوم درباره رسالت بود. این دوتا درباره توحید. سوم اینکه الله تعالی شما را به عنوان رسول و فرستاده، خودش فرستاده. حالا از این به بعد دلائل نقلی شروع می شوند. دلائل نقلی از انبیاء گذشته. اولین دلیل هست از سیدنا نوح علیه السلام که این دلیل نقلی متعلق به مدعای اول است. مدعای اول چی بود؟ الله تعبدوا الا الله. الله می فرماید ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، همانا ما فرستادیم نوح را به عنوان مبلغ و به عنوان رسول به سوی قومش، که ابتداءً به قوم گفت، این تخویف اجمالی هست، انی لکم نذیر مبین، من برای شما ترساننده آشکاری هستم، آشکارا علنی شما را از عذاب خدا می ترسانم.
اما مقصد من از این ترسوندن چی هست؟ مقصد من از تبلیغ اینه الا تعبدوا الا الله، شما پرستش نکنید، عبادت نکنید هیچ هستی را بجز الله. چون که اگر شما این کار را کردید که داشتن می کردند، انی اخاف علیکم، این همون تخویف است اما به صورت تفصیل. اونجا اجمال بود انی لکم نذیر مبین، اما تفصیلش اینه انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، من بر شما می ترسم از عذاب روزی دردناک، روزی که برای شما بیاید و دردناک و خطرناک باشد. اما ملأ را ببین، رؤسا را، اشراف زادگان را که چه اعتراضی کردند. اونها چند اعتراض کردند، چند حماقت از خود نشان دادند. این اعتراضاتشون چون مبنی بر لا یعقل بود، لذا به این خاطر هر یکی مبنی بر حماقت بود. اولین حماقت فقال الملأ الذين كفروا من قومه، ملأ گفتن درباریان سرداران از قومش گفتن ما نراك الا بشرا مثلنا، ما تو را نمی بینیم مگر بشری هستی مثل ما. اولین حماقتش این بود که چرا بشری، باید فرشته بودی. دومی چرا از تو کسانی که پیروی می کنند قشر پایین جامعه هستند، قشر کم درآمد هستند، فقرا هستند، ضعفا هستند. و ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی، نمی بینیم تو را که اتبعك پیروی کند تو را الا الذين هم اراذلنا، مگر آنهایی که اراذل ما هستند. اراذل به معنی پسترین، پایین ترین، ضعیف ترین قشر. بادی الرأی، بادی الرأی میگوین کسانی که رأیشون سطحی است، فکرشان سطحی است، یعنی رأی عمیق ندارن. بادی الرأی ای بلا فکر، کسانی هستند که فکر و نظری ندارند. این یک تفسیر بادی الرأی هست. کسانی از تو پیروی کردند که هم از قشر پایینند و هم فکری ندارند، اهل فکر و اهل نظر نیستند، اهل اندیشه نیستند. اونا فکر سطحی دارند، گویا بلا فکر تو را پیروی میکنند. اما تفسیر دوم بادی الرأی، بادی به معنی ظاهر است، یعنی اینا تو را چی کردند؟ تو را پیروی کردند به ظاهر، ته دل با تو نیستند. بادی الرأی فی الظاهر لا فی الحقیقه. شیخ رحمه الله، شیخ حسین علی این ترجیح میده. اما اکثر علما اون اولی را میگویند که بالاخره سطحی فکر هستند. خب سوم و ما نرا لکم علینا من فضل، ما نمی بینیم برای تو بر خود فضلی، تو چه فضیلتی داری که به تو پیامبری دادن. این بیچاره ها فکر میکردن که پیامبری همونطور که مشرکین قریش فکر میکردن پیامبری بر اساس پست و مقام دنیوی هست، ریاست دنیوی هست، پول دنیوی هست. به این خاطر نمیدونستن که خداوند عزوجل درون را نگاه میکند، ظرفیت را نگاه میکند. لذا اونها به ظاهر نگاه میکردند. و ما نرا لکم علینا من فضل، ما نمیبینیم شما را بر خودمان دارای هیچ فضیلتی، برای شما هیچ برتری نمیبینیم. این سومی حماقت بود. چهارمی بل نظنکم کاذبین، بلکه ما میپنداریم شما را که شما کاملا خلاف میگویید، واقعیت نمیگه، دروغ میگه، از خود میگی. حالا نوح علیه السلام استدلالات ذکر میکنه، استدلالات بر نبوت. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، ای قوم به من خبر بدهید اگر من بر بینه باشم از جانب ربم، یعنی
از طرف ربم دلیل داشته باشم. هیچ پیغمبری بدون بینه نیست، بدون دلیل نیست. و آتانی رحمتا من عنده، و رب به من رحمت بده از جانب خودش. منظور از رحمت خاصه هست. خداوند به همه رحمت داده، به همه لطف کرده. همه ما عقل داریم، همه ما شریعت داریم، هر کسی به اندازه خودش علم و سواد داره. این همه رحمت خدا. اما اینجا رحمت خاصه یعنی نبوت. و آتانی رحمتا من عندی، اما اون رحمت فعمیت علیکم، بر شما پوشیده بشه، شما نبینید، چون اونا درک نداشتن. اونا ظاهر را نگاه می کردن، پول را نگاه می کردن، پست را نگاه می کردن. انلزمکموها، یعنی آیا ما شما را ملزم می کنیم بر آن بینه یا بر آن رحمت؟ ها مرجع ضمیر یا رحمت است، یعنی بر اون نبوت. ما شما را میتونیم ملزم کنیم، اجبار کنیم باید او را بپذیرید، یا ملزم کنیم مجبور کنیم او بینه را بپذیرید، بینه را یا رحمت را. و انتم لها کارهون، در حالی که شما آن را نمیپسندید، شما نسبت به او اکراه دارید. من میتونم این کار را بکنم؟ نمیتونم. و یا قوم لا اسألكم علیه مالا، ای قوم من از شما سوال نمی کنم بر این تبلیغ هیچ مالی. شما ببینید آخه با خود فکر بکنید برای من چه منافعی دارد. من آیا پول دارم جمع می کنم؟ این رسالت آیا سبب درآمد من هست؟ هیچ منافع ظاهری مادی برای من نیست. بس بدونید که من رسالتی دارم، رسالتم را دارم انجام میدم. ان اجری الا علی الله، نیست اجر من مگر بر الله، پاداش من بر الله. هر پیامبری اجرش از خدا میگرفته. و ما انا بطارد الذین آمنوا، اما اونها یک اعتراضی که کرده، این جواب اون اعتراضشون هست. اعتراض اونها این بود که چرا پیروان شما قشر ضعیف هستند. من طرد کننده مؤمنین نیستم، نمیتونم اینها را طرد بکنم، از خود برانم. انهم ملاقو ربهم، این علت است. اینا فردا رب را ملاقات میکنن، اینا در محضر رب حاضر میشوند. اگر من نسبت به اونها جفا کنم، اونها را طرد کنم، خب جواب رب را چه بدم؟ ولکنی اراکم قوما تجهلون، اما از این حرفای شما من به این نتیجه رسیدم ای قوم من شما را میبینم قوم جاهل، قوم نادان. اگر من اینها را، یکی از نادانی شما همینه که اینها را میگی طرد کنید، این فقرا را، این مؤمنین را. اگر من اینها را طرد کنم، در مقابل خدا کی میتونه من نصرت کنه؟ خدا از من ناراضی میشه. خداوند بندگان مخلصش را دوست داره. و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم، ای قوم من چه کسی مرا یاری میکند از الله، یعنی از عذاب الله، اگر من اونها را طرد کردم. افلا تذکرون، شما پند نمیگیرید، شما تذکر نمیگیرید، متوجه نیستید که اگر من اینها را طرد کردم چی میشه. ولا اقول لكم عندي خزائن الله، اون جواب همون اعتراضشون بود که وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا. اون گفت که من نمیتونم طرد کنم هرچی قشر ضعیف باشد. اما این که اونها میگفتن تو فضلی بر ما نداری، چون پول نداری، ثروت نداری، سرمایه نداری، فرشته با تو نیست، همه را جواب میده. ولا اقول لكم عندي خزائن الله، نمیگویم پیش من خزائن الهی هست. این عرض کنم که جز لوازم نبوت اصلا نیست که او خزانه داشته باشد. ولا اعلم الغیب، و نه من غیب میدانم، من از مغیبات چیزی میدانم هیچ. ولا اقول انی ملک، و من نمیگویم من فرشته ام،
من ملک هستم از جانب الله. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، و نمیگویم به آنهایی که تزدری اعینکم چشمای شما اونها را حقیر میداند. ازدراج را میگن حقارت. به اونها نمیگویم که لن یؤتیهم الله خیرا، هرگز الله به اونها خیر نمیده. نه، اونها سراپا خیر هستند، زیر رحمت خدا هستند، زیر چتر خیر الهی هستند. الله اعلم بما فی انفسهم. این جواب همین است که اراذلنا بادی رأی سطحی دارند یا رأی ظاهری دارند. اونا باتو نیستند، قلبا باتو نیستند، ظاهرا باتو هستند. نوح جواب میده الله اعلم بما فی انفسهم، الله بهتر میداند آنچه که در درونشان هست. از اینجا معلوم میشه که اون تفسیری که شیخ برای بادی رای میکرد ترجیح داره، چون اونا گفتن بادی رای هستن. بادی رای بقیه چی میگن؟ بادی رای فکر سطحی. شیخ میگفت ظاهر رای، در ظاهر باتو هستن، ته دل نیستن. جواب میده الله اعلم بما فی انفسهم، اون چی که در درونشان هست الله بهتر میدونه که سطحی هستند چه ظاهری هستند یا قلبا با من هستند. اما اگر من اونها را طرد بکنم تکلیف من چی میشه؟ انی اذا لمن الظالمین، من در این هنگام از ستمگران خواهم شد، ظالم خواهم شد. اما ببینید سیدنا نوح علیه السلام با این روشنی، با این وضوح، با این زیبایی جواب داد اونها را. اما عناد قوم، وقتی که کسی در مسیر ضد و عناد قرار بگیره، هر جوابی بیاری، هر استدلال قانع کننده بیاری، او متوجه نمیشه. لذا اون گفتن ما بیشتر نمیتونیم با تو بحث کنیم، حوصله بحث هم نداریم، عذابی که ما را میترسانی بیار. قالوا یا نوح قد جادلتنا، ای نوح همانا با ما جدال کردی، فاکثرت جدالنا، زیاد هم جدال کردی، فاتنا بما تعدنا، بیاور برای ما آنچه که ما را وعده میکنی، ان کنت من الصادقین، اگر راست میگی. بازم نوح علیه السلام میگه باز هم شما دوچار اشتباه شدید، مگه عذاب را من میارم؟ عذاب در اختیار من هست؟ نه، من بنده خدا هستم. قال انما یأتیکم به الله ان شاء، جزی نیست که او را الله میآورد، عذاب را الله میآورد اگر بخواهد. و ما انتم بمعجزین، اما شما نیستید عاجز کننده الله. یعنی شما وقتی که عذاب بیاره، همین نکته را فقط شما بدونید که شما نمیتونید خدا را عاجز کنید. خدا را عاجز کردن چی میشه؟ یعنی از عذاب در رفتن است، از پیش خدا مخفی شدن است. شما نمیتونید. بعاجزین، بعضی نوشتن بفائتین من عذاب الله بالهرب، از عذاب خدا با فرار کردن و گریختن بتوانید خودت را حفاظت کنید، نمیتونید. و همچنین معلوم میشه که خیرخواهی من برای شما هم فایده نداره. شما بر سواری زد هستید، بر مرکب زد هستید. ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم، به شما فایده نمیده خیرخواهی من، نصیحت من، اگر من اراده کنم اینکه خیرخواهی کنم شما را. ان کان الله یرید ان یغویکم، اگر خدا اراده کند که شما را گمراه کنه، خدا بخواد شما را گمراه کنه، من دیگه تبلیغ بکنم من نمیتونم کار کنم. هو ربکم یعنی او متصرف است. رب اینجا معنی چیه؟ متصرف. او گرداننده امور است، او متصرف است، یکی را هدایت میده، یکی را گمراه میکنه. و الیه ترجعون، و فقط بسوی او هست بازگشت شما بعد از بعث. ام یقولون افتراه، اینجا خدای تعالی
چون که ذکر نوح علیه السلام آمد و داستان نوح شبیه داستان رسول الله است، همین چیزها رو به رسول الله می گفتند. چرا تو از میان ما چه امتیازی داری؟ تو هم بشری، چرا ملک با تو نمیاد؟ چرا این فقرا، این برده ها پیشی گرفتن؟ لو کان خیرا ما سبقونا الیه، می گفتند اگر در این دین خیری بود اینها از ما سبقت نمی گرفتند. لذا حالا الله تعالی می فرماید زجر و سرزنش بر مشرکین مکه. هنوز داستان نوح علیه السلام ادامه دارد، اما این در وسط ام یقولون افترا، بلکه اینها میگن این افترا گفته این پیغمبر. قل این افتریته، بگو اگر من افترا گفتم گناهش بر خودم، فعلی اجرامی، بر من هست، جرم من، ستم من. این افتریته این اختلقته و افتعلته، اگر من از خود ایجاد کردم، از خود درست کردم، یعنی الوحی و رساله، فعلی اجرامی معنیش اینه که علی عقاب تکذیبی، بر خودم هست. و انا بریء مما تجرمون، اما ای قوم من از جرائم شما، جرائم قوم چی بود؟ شرک بود، من از شرک شما بیزارم. علی ای حال در وسط داستان گویا تذکری آمد که تکذیب قریش مثل تکذیب قوم نوح است، فرقی نداره. حالا الله عزوجل تتمه اون داستان را بیان می فرماید، ادامه اون داستان که آخر و پایانش هم هست. و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومك الا من قد آمن، وحی شد از جانب الله به سوی نوح اینکه همانا ای نوح لن یؤمن، هرگز ایمان نمی آورد از قوم تو مگر همان هایی که قبلا ایمان آوردن. این وحی بود که نوح متوجه بود، میدانست دیگه کسی ایمان نمیاره، به همین خاطر دعای بد کرد. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لذا غمگین نباش، ناراحت نباش به آنچه که انجام میدهند قوم تو. هر کاری میکنن انجام میدهند، تو ناراحت نباش، تو فقط بر اساس دستور ما کشتی را بساز. حالا درباره کشتی خیلی در تفسیرها آمده، اما اکثرا نه در قرآن هستند نه مستند صحیحی از روایت های صحیحه ما که کشتی چقدر بزرگ بود، چند طبق بود، میگن 3 طبق بود، 1 طبق حیوانات بودن، 1 طبق انسانها، مردها بودن، زنها بودن، و اینها را نمیشه که تایید کرد، نمیشه تکذیب کرد. بالاخره به اینها هم ما نمیپردازیم، چون مقصود این داستان ها نیستن، این جزئیات که ما بریم چند نفر بودن، چند طبقه بود، به چه صورت ساخته بود. و البته اکثرا میگن اولین کشتی بود، قبل از اون در دریاها مردم سفر نمی کردن، در دریاها چرا ماهی چیزی می گرفتند، اما برای اولین بار بود که این کشتی هم در خشکی ساخته شد. الله می فرماید واصنع الفلک باعیننا و وحینا، بساز کشتی را باعیننا یعنی زیر نظر ما، ای بمرء منا، تحت رؤیت ما و دستور ما، و وحینا یعنی تعلیم ما، حکم ما، دستور ما. و درباره کسانی که ظالم هستند، ستمگر هستند، درباره اونها هیچ وقت منا خطاب نکن، یعنی سفارش نکن. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، درباره آنهایی که ظلم کردند یعنی شرک کردند، از قومت مرا خطاب نکن، مرا سفارش نکن. چرا؟ انهم مغرقون، همه آنها غرق شونده هستند، باید غرق بشوند. الله می فرماید نوح کشتی درست میکرد، قوم مسخره میکردند. و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، داشت کشتی را درست میکرد و هرگاه مرور میکرد، گذر میکرد،
ملئی از قوم، سرداری از سرداران قوم، سخیروا منه، آنها را مسخره می کردند، که نوح را مسخره می کردند. قالوا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم. نوح در جواب می گفت اگر شما ما را مسخره می کنید امروز، ما هم شما را فردا مسخره می کنیم. کما تسخروا، همان گونه که شما مسخره می کنید، سواء بسواء میشید، برابر میشید. فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزی و یحل علیه عذاب مقیم. ای قوم، بعد از مدت شما خواهید دانست، شما متوجه میشید. حالا شما انکار میکنی، وقتی با چشم سر ببینید عذاب خدا را، میدانید که من یأتیه عذاب یخزی، عذاب ذلت بار رسوا کننده پیش کی میآید؟ و یحل علیه عذاب مقیم، بر اون عذاب دائمی، عذاب همیشگی بر چه کسی نازل میشه؟ حتی اذا جاء امرنا وفار التنور، الله عزوجل میفرماید حتی وقتی که امر ما آمد، امرنا یعنی وقت عذاب، امر عذاب، وقت عذاب آمد. وفار التنور، فوران کرد تنور. تنور یعنی چه؟ بسیاری میگن تنور سطح زمین را میگن، یعنی سطح زمین فوران کرد، آب بالا زد. اما قول صحیح اینه که تنور به همون معنی حقیقی تنور هست. در اصطلاح ما تنور اون داشی را میگن که اونجا نان میپزن، نان درست میکنند. خدای تعالی علامتی که برای نوح گذاشته بود، هر چیز یک علامتی دارد. علامتش اینه که تنور، چون تنور جای آب نیست، اونجا آب چشمه به جای خود، اونجا نم حتی نیست، همیشه آتشه، اونجا همش خشکه. پس وقتی که از تو اون جایی که هیچ فکر نمی کنی اینجا آب باشه، از اونجا چشمه آب فواره زد، این علامت آغازه. پس جمع کن بعد از اون که عذاب داره میاد. این علامت را خدای تعالی برای سیدنا نوح بیان کرد و معلوم میشه از این وفار تنور که خداوند تعالی فقط از آسمان آب نیاورد، به آسمان هم دستور داد ببارد، به زمین هم دستور داد که فواره بزند، بیرون بزند. هرچی آب درونش هست داخل زمین، شکم زمین، هرچی آب است بیاد سطح زمین بیاد. لذا هر دو شروع کردن اجرا کردن را. زمین آبش را فواره میداد. فواره میدونید که خیلی آب وقتی که چشمه فواره‌ای باشه خیلی آب زیاد میزنه، گاهی چنان که چند متر ارتفاع آب هست از بس که فشار است. لذا همین حالت بود. وفار التنور، فوران کرد تنور. بعضی گفتند فوران تنور کنایه از غضب الهی است. فور التنور یعنی خدا به خشم آمد. اما معنی حقیقی تا زمانی که به معنی حقیقی عمل میشه به معنی مجازی نمیریم. قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، ما گفتیم حمل کن در آن، در کشتی، از هر جفت دوتا، یعنی هم انسان ها هم حیوانات. از اینجا استدلال گرفته میشه که طوفانی که در زمان سیدنا نوح آمد و اون چیزی که سیلی که اون زمان آمد همگانی بود، عالمی بود، جهانی بود، تنها اون منطقه نبود، چون که خداوند میخواست نسل از بین نرود. نسل انسانها، حیوانات، هم انسانها را در اون کشتی سوار کردن، هم از هر حیوان جفتی که بعدا جفتگیری بشه و نسل ادامه داشته باشه. و اهلک، و همچنین اهلت را هم سوار کن، الا من سبق علیه القول، مگر کسانی که قبلا برای اونها سخن عذاب نوشته شده از اهلش، مثل فرزندش، مثل همسرش.
و من آمن، و هر کسی که ایمان آورده او را هم سوار کن. چقدر بودند؟ خیلی سالها زحمت کشید، 1000 سال زحمت کشید، حتما 100,000 تا 1,000,000 نفر. نه، و ما آمن معه الا قلیل، با او ایمان نیاورد مگر تعداد اندکی. اندک بعضی میگن 80 تا مرد بودند، 80 تا زن، بعضی میگن مرد و زن 80 تا بودند، بالاخره تعداد کمی قرآن میگه بودند. و الله تعالی دستور داد و قال ارکبوا، الله فرمود سوار شید در آن کشتی، بسم الله مجریها و مرساها، به نام الله، آن اللهی که جاری کننده آن هست، آن اللهی که قائم کننده اون هست. امروز او را جاری میکنه، فردا او را میگه بیستد. مرسا به این معنی هست، او را قیام میده، میستاند. لذا به نام اون الله. از اینجا معلوم میشه مستحب است انسان وقتی که سوار میشه، مرکب سوار میشه، دعای بخواند، به نام خدا بخواند. حالا کشتی بسم الله مجریها و مرساها هست، و برای هواپیما هم میگوین همین خوب است، بسم الله مجریها و مرساها، که جریان کننده جاری کننده او هست و متوقف او هست، تا اینکه توقف میکنند می ایستد. و برای بقیه سواری ها، مرکب ها، خود الله تعالی بیان فرموده سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الی آخره. پس این دعاها خوانده بشه، به نام الله استعانت بشه. ان ربی لغفور رحیم، همان رب من بخشاینده و مهربان هست. لذا به نام او بخوان، سوار شو و سفرت را برو، در اون کشتی قرار بگیر. میگوین علما که 40 روز، بعضی کمتر گفتن 40 روز حضرت نوح علیه السلام با این ملت خودش، با امت خودش، پیروان خودش در این کشتی بودند. قرآن تعبیر میکنه و هی تجری بهم فی موج کالجبال، این مرحله ابتدایی و آغازین هست. کشتی جاری بود، یعنی کشتی جریان داشت و می برد آنها را در موجها، که اون موجهای بسیار بزرگی مثل کوها بود، چنان موجهای بزرگی، اما سطح زمین بود، هنوز پایین بود، روی کوها نبود. نوح دید که فرزندش که میگویند به نام کنعان بود، در تفاسیر میگویند اون فرزندش سوار نشده. و نادى نوح ابنه، نوح فریاد زد، صدا زد فرزندش را، و کان فی معزل، یک گوشه بود، یک کناره بود. چی گفت به او؟ یا بنی ارکب معنا، ای فرزند من، ای پسرک من، سوار شو با ما، ولا تکن مع الکافرین، با کافرین نباش. بعضی از علما میگویند که نوح علیه السلام تا این زمان خبر نداشت، اطلاع نداشت که فرزندش غیر مسلمانه، غیر مؤمنه. لابد اون فرزندش اظهار نکرده کفرش را، یعنی منافق بوده. به این دلیل بود که نوح گفت تو چرا سوار نمیشی؟ تو سوار شو. اما اون فرزند نادان او چی میگفت؟ میگفت من روی اون کوه میرم، اون کوهی که اونجا مرا از، چون کوه خیلی بلند هست و او مرا حفاظت میکنه از غرق شدن، غرق نمیشم. این قیاس غلطی اون بیچاره بود، اون بیچاره فرزند نوح کنعان بود یا کسی دیگه، چون که الله عزوجل این طوفان را و این آب را چنان زیاد کرد، بالا زد که علما نوشتن از سطح کوها و از قله کوها 15 ذراع بالاتر بود، یعنی آب تمام دنیا زیر آب. اون جایی که سطح کوه هست، بالای کوه هست، 15 ذراع بالاتر هنوز آب بود، تمام دنیا را آب گرفت. لذا کسی نمیتونست بالاترین قله بره، هم تو آب قرار میگرفت. الله میفرماید و نادى نوح ابنه و کان فی معزل، نوح فرزند خودش را ندا کرد. چرا ندا کرد؟ کافر بود. لانه کان ینافقه، او با منافقت داشت، نمی گفت من مسلمان نیستم. و کان فی معزل، در یک گوشه بود،
یک گوشه ایستاده بود، یعنی به سمت کوه میرفت. یا بنی ارکب معنا، ای پسرک من سوار شو با ما، ولا تکن مع الکافرین، همراه با کافران نشو، با اینا همراهی نکن. تو کجا داری میری؟ قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء. سآوی یعنی ان قریب من پناه میبرم به کوهی، پناه میبرم یعنی روی کوه میرم. یعصمنی من الماء، که مرا حفاظت میکنه از آب. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. نوح علیه السلام گفت ای فرزند، امروز حفاظت کننده ای نیست از امر الله، از عذاب خدا، مگر کسی که خدا بر او رحم کند. هر کسی که مورد ترحم پروردگار قرار بگیرد او نجات می‌یابد، اما غیر از او نجات نمی‌یابد. در همین حال بودن، در همین گفتگو بودن، بیشتر فرزندش بیچاره فرصتی پیدا نکرد جواب خدا را بده. الله می‌فرماید در وسط موجی حائل شد، موجی محکم زد که فرزند را پرت کرد و برد در داخل آب جلوی چشمان پیامبر. سبحان الله. الله عزوجل وقتی که بخواهد کسی را عذاب بده، فرزند پیغمبر هم باشه، جلوی چشمان او عذابش میده. و حال بینهما الموج، حائل شد بین آنها موجی حائل شد. فکان من المغرقین، این فرزند از مغرقین بود، بالاخره غرق شد. او غرق شد و کشتی نوح رفت بالاتر، رفت تا اینکه بالاخره این مأموریت خودش را انجام بده. تا مدتها روی آب بود. حالا بعضی گفتن 7 روز، بعضی گفتن 40 روز. 40 روز کشتی بر آب بود. و قیل یا ارض ابلعی ماءک، حالا تمام دنیا زیر آب بود، تمام دنیا تبدیل شده بود به یک دریا. این آب چطور تمام بشه؟ الله تعالی بعد از این مدت که وعده پروردگار تکمیل شد، به آب دستور داد، به زمین دستور داد، به آسمان دستور داد ای زمین تو بیشتر آب را بیرون نزن، بیشتر فواره نکن، هر چی که بیرون زدی ببل. و ای آسمان تو هم دیگه متوقف باش، بیشتر نباران. وقیل یا ارض ابلعی ماءک، گفته شد بعد از غرق کفار ای زمین ببلع و فرو ببر آبت را. و یا سماء اقلعی، ای آسمان تو باز بیا، ای امسکی عن صب الماء، باز بیا از ریختن آب. و غیض الماء، الله می فرماید آب کم شد. و قضی الامر، امر که خدا می خواست یعنی امر عذاب قوم اون تکمیل شد. و استوت علی الجودی، و مستقر شد این کشتی بر جودی، بر کوه جودی. حالا جودی کجاست؟ الله بهتر میداند. مفسرین میگویند، بعضی میگن هو جبل بالموصل، جودی نام کوهی هست در موصل عراق هست. بعضی میگویند که جودی نام کوهی هست در شام هست، سوریه هست، شام هست. بعضی امروز اهل ترکیه ادعا میکنه که جودی در ترکیه هست. حالا در قرآن آمده جودی، اما در تورات هست که آرارات، کشتی نوح بر کوههای آرارات. حالا یکی از مفسرین میگه من تحقیقی کردم، اون اینه که اون چی که در قرآن است و اون چیزی که در تورات است تعارضی نیست. آرارات یک کوه نیست، یک رشته کوه هست، یک سلسله از کوه ها هست. در میان اون کوه ها یک کوهی هست به نام جودی. در میان چی؟ در میان اون کوه های زیادی که در آرارات هست. علا ای حال، قرآن اسم اون کوه را جودی گفته و نگفته که کجا هست. وقیل بعدا للقوم الظالمین، از سوی پروردگار اعلام شد هلاکت و تباهی، نابودی و ویرانی برای قوم ظالم. حالا نوح علیه السلام پروردگار را صدا زد، نه اینکه بعد از غرق، قبل از غرق. هنوز فرزندش غرق نشده بود، هنوز
داشت دست و پنجه نرمی کرد با آب. اون زمان نوح فریاد زد و دعا کرد. و نادى نوح ربه، نوح ربش را صدا زد، ندا کرد. فقال رب بار اله ان ابنی من اهلی، همانا فرزند من از اهل من هست. و ان وعدك الحق، همانا وعده تو حق است. و انت احکم الحاکمین، تو بهترین حاکمان هستی. ببینید یک مطلبی خدمت شما عرض می کنم که مشرکان که اعتقاد به شفاعت دارند، یا شفاعت محبت یا شفاعت غالب و قهری، یعنی میگن عیاذ بالله خداوند گاهی به محبت کسی گیر کند و با او زیاد دوست باشد و هیچ وقت حرفش را به زمین نمی اندازد، حتما از او حرف شنوی دارد، چه دلش بخواد چه نخواد. چنانچه میگویند که فرشتگان که دختران خدا هستند این نوع شفاعت را میکنند. بعضی معتقدند معبودان ما شفاعت غالب میکنی، یعنی معبودان به اندازه قدرت دارند که نمیتواند خدا حرفشون را قبول نکند، العیاذ بالله. اما اینجا ببینید نوع خطاب نوح را، مناجات نوح را که بزرگترین بنده خدا است از انبیا است در اون زمان. نوح علیه السلام با چه تضرعی مناجات میکنه و خداوند چگونه تذکر میده که ای نوح از این به بعد این اظهار نظر را نکنی، مبادا بگی این اهل من بود، این اهل تو نیست، جاهل نباش، نادان نباش. ببینید نوع خطاب نشان میده که بندگان خدا، مقربان خدا، انبیاء خدا دارای هر جایگاهی باشند، از نظر قرب خدا خیلی به اونها جایگاه میده، اما به اینجا نمیتونن برسن که العیاذ بالله خدا از اونها بیم داشته باشه، خدا از اونها بترسه، خدا مجبور بشه چه از ترس چه از محبت مجبور بشه سفارش اونها رو قبول بکنه. از اینجا معلوم میشه که این نوع سفارشات در محضر الله از طرف هیچ کسی نیست. لذا الله می فرماید قال یا نوح انه لیس من اهلک، ای نوح همانا این فرد، این کنعان نیست از اهل تو، من بعد او را از خانوادت ندان. چرا؟ انه عمل غیر صالح، تو خبر نداشتی، تو غیب نداشتی، این دارای عملی بود که عملش غیر صالح بود، این آدم درستی نبود. فلا تسألنی ما لیس لک به علم، از من سوال نکن، از من نخواه آن چیزی که نیست برای تو نسبت به اون علمی. انی اعظک ان تکون من الجاهلین، من تو را موعظه می کنم، من تو را پند میدم ای نوح، این که نباشی از جاهلان، در آینده چنین جهلی از خود نشان بدی. نوح وقتی که متوجه شد که من دارم اشتباه میرم، معذرت خواهی کرد. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم. نوح علیه السلام گفت بار اله من پناه میبرم به تو از اینکه در آینده سوال کنم بخواهم آنچه که نیست برای من علم درباره این. و الا تغفر لی و ترحمنی، اگر مرا نبخشی و بر من رحم نکنی، اکن من الخاسرین، من از بندگان زیانکار تو میشوم. اما الله تعالی می فرماید بعد از اون وقتی که نوح علیه السلام مغفرت خواست، ترحم پروردگار را، گفته شد که حالا ای نوح برو پایین، اون عذاب تمام شد، آب هم تمام شد، حالا برو پایین و ادامه زندگی روی زمین. قیل یا نوح اهبط بسلام منا، گفته شد ای نوح فرود بیا پایین، بیا با سلامتی از ما، و برکات علیک و علی ممن معک، برکات پروردگار، رحمت خدا بر تو، بر گروه هایی که با تو هستند، و سنمتعهم، و در آینده هم گروه های دیگه هستند، جماعت هایی که
ان قریب من اونها را بهره‌گیری میدهم، بهره زندگی در دنیا. اونها میان چند صباحی از متاع دنیا بهره میگیرن، اما اونهایی که کفر کنند و انکار کنند ثم یمسهم منا عذاب علیم، به آنها از جانب خودمون عذاب دردناک میدهیم. عنایت داشته باشید که این داستان سیدنا نوح در این سوره بیشتر داستانها دلائل نقلی هستند. این دلائل رو هم شما قبلا خواندید، به همین خاطر ما به ترجمه بسنده میکنیم، چون که مباحثی اگر کم و بیشی بوده قبلا گذشته. اما در لابلای این داستانها، الان داستان نوح بود، بعد از این داستان هود میآید، قوم هود. در لابلای این الله عزوجل جمله معترضه دال بر صداقت نبی خدا، پیغمبر خدا بیان می‌فرماید. چگونه دال بر صداقت است؟ این هم توضیحش قبلا گذشته که این انبیا قرنها پیش بودند، هزاران سال پیش، و بعد از این همه هزار سال پیش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، پیغمبری که در میان عرب ها مبعوث میشه و پیغمبری که قبلا از علم و سواد و خواندن و نوشتن بهره‌ور نبود، نه جایی خواند نه چیزی می نوشت. و ما کنت تخطه بیمینک، حتی یه جمله با دستش نمی نوشت، یعنی تاریخ نخوانده، از احوال گذشتگان با خبر نیست. این داستانها را، این مباحث را با این دقت بیان میکنه، پس شک نکنید که ایشون با عالم وحی ارتباط داره. پس این جمله معترضه برای صداقت رسول الله است. تلک من انباء الغیب، این از اخبار غیب است. من قبلا خدمت شما عرض کردم که بعضی از مباحث غیب را خدا وقتی برای پیغمبرش بگه دیگه اونها غیب نمیمانند، اونها الان بازگو شدن. چرا؟ اخبار غیب هستند، انباء غیب هستند، مثل علائم قیامتی که خداوند به پیغمبرش گفت. حالا که پیغمبر میدونه، عالم الغیب نیست، اما بعضی از انباء غیب را میدونه. پیغمبر به ما گفته، ما اونا را میدانیم. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، این از اخبار غیب هست که ما وحی میکنیم به سوی تو. ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، ای محمد نبودی بدانی آنها را تو و نه قومت قبل از این نمیدانستی، اما الان الله برات بیان کرد باز هم قوم تو ایمان نمی آورد. اشکال نداره، فاصبر، همان گونه که نوح صبر کرد. نوح چقدر صبر کرد بر بلاها، تو هم صبر کن. ان العاقبت للمتقین، عاقبت محموده، عاقبت زیبا، عاقبت خوب مال متقیان هست. خب این داستان اول بود و جریان اول بود از سیدنا نوح علیه السلام. داستان دوم را الله بیان می‌فرماید و الی عاد اخاهم هودا، به سوی عاد هم برادرشان هود را فرستادیم. خب ما قبلا هم خواندیم که حضرت هود آمد در احقاف، سوره احقاف شما خواندید، در اون ریگستان قوم را تبلیغ کرد، قوم نپذیرفت. آخر برای اون قوم عذاب آمد، عذابی که به شکل طوفان بود. الله ذکر می فرماید و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله. دعوت همه یکی بود، این هم مربوط به مدعای اول است، الا تعبدوا الا الله. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، نیست برای شما هیچ معبودی که استحقاق عبادت را داشته باشد به جز الله. اگر این را گفتید، معبود دیگر معرفی کردید، این انتم الا مفترون، نیستی شما مگر افترا کنندگان. یا قوم لا اسألكم علیه اجرا، ای قوم من از شما سوال نمی کنم، نمی خواهم بر این تبلیغ هیچ اجری، هیچ پاداشی. این اجری الا علی الذی فطرنی، نیست اجر من مگر بر آن ذاتی که مرا خلق کرده، مرا آفریده. افلا تعقلون، اینقدر فکر نمی کنید، عقل بکار نمی برید که من که تبلیغ می کنم منافع مادی برای من ندارد.
خب چرا پس من تبلیغ میکنم؟ بس بدانید که یه رسالتی هست، یه وظیفه‌ای هست و از قوم میخواهد که از شرک توبه کند و استغفار بخواند. و یا قوم استغفروا ربکم، ای قوم من از ربتان معذرت خواهی بکنید، استغفار بکنید. ثم توبوا الیه، سپس شما به سوی او برگردید. نتایج این توبه: یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان را بر شما می فرستد فرستادنی. مدرارا مفعول مطلق من غیر لفظه. و یزدکم قوة الی قوتکم، می افزاید در نیروی شما، می افزاید در شما نیروی به اضافه اون نیروی خود شما، قوت خود شما. ولا تتولوا مجرمین، اما ای قوم شما بر نگردید، مجرم بر نگردید، یعنی از توحید و از ایمان و از دعوتی که من آوردم. اما قوم چی جواب داد؟ جواب اقوام شبیه هم است. جواب قوم نوح هست، جواب قوم رسول الله قریش هست، همین جواب را دادن. قال یا هود ما جئتنا ببینة، ای هود برای ما هیچ بینه و هیچ دلیلی نیاوردی. در حالی که هود خیلی دلایل ذکر کرد، دلایل هم از توحید ذکر کرد و هم دلایل از تکوین عالم کائنات. قالوا یا هود ما جئتنا ببینة، برای ما هیچ بینه و هیچ دلیلی نیاوردی. و ما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک، ما نیستیم ترک کننده خدایان ما بسبب قول تو، عن قولک ای بسبب قولک. و ما نحن لك بمؤمنین، ما به تو ایمان نمی آوریم. ان نقول الا اعتراک، ما نمیگوییم مگر زده تو را بعضی از خدایان ما به بدی زده، یعنی بد جوری زده که دیوانه کرده، علیاذ بالله. قال انی اشهد الله، هود علیه السلام میگه ای قوم من خدا را گواه میگیرم، شما هم گواه باشید که من از شرک شما بیزارم. انی بریء مما تشرکون، من بیزارم از آن خدایانی که شما شریک خدا قرار میدهید. من دونه بجز الله فکیدونی، حالا شما را دعوت میکنم به مبارزه، همه بر علیه من کید کنید، همه نقشه بکشید جمیعا همگی. ثم لا تنظرون، سپس مرا مهلت ندهید، همه هر چی میخواید بکنید. انی توکلت علی الله ربی و ربکم، همانا من توکل کردم بر خدا، اون خدایی که رب من و رب شماست. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، هیچ موجود زنده نیست که خداوند پیشانیش را یا موهای پیشانیش را میگیرد، یعنی یصرفها کیف یشاء و یمنعها عما یشاء. هر جا خدا بخواد او را به اون سمت متوجه میکند، از هر جایی که بخواد خدا او را منصرف میکند. لذا من این را به شما میگویم که ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، هیچ موجودی نیست مگر پیشانی و موهای پیشانیش را خدا گرفته، پس نفع و ضرر از هیچ کسی نیست مگر فقط از طرف خداست. ان ربی علی صراط مستقیم، رب من بر صراط مستقیم است، یعنی کسی که به سمت رب بره به صراط مستقیم رفته. اما ای قوم اگر شما انکار کنید، فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به، اگر پشت بدهید اعراض کنید، من که حق بلاغ را کردم، فقد ابلغتكم، همانا من به شما رساندم، ما ارسلت به، اون رسالتی که برای اون رسالت فرستاده شده. و یستخلف ربی قوما غیرکم، شما ایمان نمی آورید، رب من شما را تبدیل می کند، خلیفه و جانشین شما قرار میده قوم دیگر را، چنانچه اینها ایمان نیاوردن، قوم دیگر قوم ثمود آمد. ولا تضرونه شیئا، شما به خدا ضرر نمی رسانید هیچ چیزی را. ان ربی علی کل شیء حفیظ، همانا رب من هر چیزی را محافظ است، نگهبان است، همه چیز را در نظر گرفته. حالا بالاخره قوم ایمان نیاورد، این بیان عذاب است. ولما جاء امرنا نجینا هودا، وقتی که امر ما آمد، امر عذاب مراد است، ما نجات دادیم هود را و کسانی که ایمان آورده بودن با او، برحمت منا، این سبب حقیقی نجات است.
سبب حقیقی رحمت خدا، لطف و فضل خدا. و نجیناهم من عذاب غلیظ، ما آنها را نجات دادیم از عذاب سخت، از عذاب سختی نجات دادیم. و تلک عاد جحدوا بآیات ربهم، این پایان داستان قوم عاد هست. الله میفرماید این هست قوم عاد که خلاصش چیه؟ جحدوا بآیات ربهم، به آیات و احکام پروردگار انکار کردند. و عصوا رسله، رسول پروردگار را نافرمانی کردند. خب یک پیغمبر بود، ولی قبلا ما خواندیم که تکذیب یک پیغمبر مستلزم تکذیب همه پیامبران است و نافرمانی یک پیامبر مستلزم نافرمانی همه پیامبران است. و عصوا رسله و اتبعوا امر کل جبار عنید، و اونها پیروی کردند از فرمان و از دستور هر معاند ستمگر. جبار یعنی زورگو و ستمگر که معاند بود، یعنی از این سرداران کفر امر اونها را پیروی کردند. به همین دلیل نتیجهش لعنت دنیا و آخرت. و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا، یعنی تعقیب شدن در این دنیا با لعنت خدا، با نفرین خدا، با دوری از رحمت. و یوم القیامه، در روز قیامت هم نفرین خدا. الا ان عادا کفروا ربهم، آگاه باشید، خبردار باشید که همانا عاد کفر کرد با ربش. الا بعدا لعاد قوم هود، خبردار آگاه باشید که دوری برای قوم عاد. کدوم عاد؟ عاد اولا یا عاد ثانیه؟ نه، اون عاد اولا که قوم هود هستند. خب این بحث عاد ثانیه هست، هر دو منسوب به ارم هستند، از فرزندان ارم هستند. خب قوم ثمود که اینها در حجر بودن، ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، در منطقه به نام حجر بودند. حالا اینها را میگویند که اینها هم از همون نسل هستند، نسلی که قوم عاد بود. بعضی میگویند که اونایی که با حضرت هود نجات یافتن رفتن در یک منطقه دیگری زندگی کردند، در همین منطقه هجر بعدا دوباره در نسل اونها شرک و بت پرستی آمد. بعضی میگن نه، اینها ریشهشون به یک جا میرفت. بالاخره و الی ثمود اخاهم صالحا، به سوی ثمود برادرشان پیغمبری به نام صالح فرستادیم. اونها هم همین دعوت، همین انکار. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، حضرت صالح گفت ای قوم فقط خدا را عبادت کنید، این همون مدعای اول است. ما لكم من اله غیره، برای شما هیچ معبودی بجز الله نیست. هو انشأکم من الارض، این ترغیب به سوی عبادت. ببینید اون چه قدرتی داره. هو انشأکم من الارض، او شما را از همین زمین پیدا کرده، از این زمین خلق کرده. و استعمرکم فیها، در همین زمین شما را آباد کرده، در همین زمین انواع کشتزارها، انواع میوه‌جات، تمام ساختمانها الله شما را آباد کرده. فاستغفروه، فقط از او معافی بخواهید، مغفرت بطلبید. ثم توبوا الیه، سپس رجوع کنید به سوی پروردگار. ان ربی قریب مجیب، این نتیجه استغفار و نتیجه توبه. همان رب من هم نزدیک هست و هم اجابت کننده هست. ان ربی قریب مجیب. اما قوم چی گفت؟ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، قوم گفت ای صالح تو در میان ما مورد امید بودی قبل از این. انبیا قبل از نبوت خودشان هیچ عیب و ایرادی، هیچ لکه‌ای در زندگیشان نیست، بهترین ها هستند، دوست داشتنی ترین هستند انبیا. اینا خودشون اقرار میکنند که ما بهت امیدی داشتیم، بهت امیدی داشتیم. معنی اینه که فکر میکردیم در آینده سردار ما تو میشی، در آینده همیکار ما تو میشی، تو رفتی در چنین مسیری. قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، برای ما مرجو بودی، مورد امید بودی قبل از این دعوتت، قبل از دعوت توحید. تمام دشمنی ها به خاطر توحید است.
اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا. ببین این اشکالی هست که اونها میگیرن بر صالح، تو چرا میگی که خدایان را ما عبادت نکنیم؟ اتنهانا، آیا ما را باز میداری ان نعبد ما یعبد آباؤنا، این که ما عبادت کنیم اون معبودانی را که عبادت میکردن پدران ما به این حرف تو شک داریم، چون شرک در رگ و ریشه اونها جا گرفته بود. و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب، همانا ما در شک هستیم از اون چیزی که ما را فرا میخوانی بسوی اون مریب سرگردانیم. این چیه تو داری میگی؟ اما جواب اونها را بشنو که حضرت صالح میده. قال یا قوم ارائیتم، ای قوم من به من شما خبر بدهید، شما به من بگید ان کنت علی بینة من ربی، اگر من بر بینه باشم یعنی بر حجت واضحه باشم، دلیل آشکار داشته باشم از جانب ربم، و آتانی منه رحمتا، از جانب او به من رحمتی برسد، به من نبوت خاصی. قبلا در داستان نو همین شبیه این را خواندیم. و آتانی منه رحمتا، آتانی رحمتا من عندی فعمیت علیکم. پس رحمت به معنی چی هست؟ نبوت است. ببین شبیه هستن کلمات. ما انشاءالله وقتی که سوره کهف را بخوانیم اونجا درباره حضرت خضر می آید که آیا خضر نبی بود یا ولی بود، و بیشتر علما معتقدن از انبیا بود. دلیلی که اونجا ذکر می کنند اینه که خداوند می فرماید و آتیناه رحمتا من عند، ما به خضر چی دادیم؟ رحمتی دادیم از جانب خودمان. کلماتش هست که فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا، اونجا همین کلمه هست. بنده ای را یافتند که ما به او از جانب خود رحمت داده بود. اون دسته از مفسرین میگویند که این واژه آشنایی است. رحمت از جانب ما منظور رحمت خاصه است، چنانچه برای نوح همین استفاده شد، برای صالح هم همین استفاده شد. پس معلوم میشه که خضر هم پیغمبر است. اون آیه را قیاس میکنه به این دوتا آیه و آتیناه منه رحمتا، ما به او از بله و آتانی منه رحمتا، و به من داده از جانب خودش خداوند رحمتی داده، یعنی نبوت داده. لذا حالا شما به من بگید که خدا این همه لطف کرده، من اگر نافرمانی خدا بکنم کی میتونه مرا از عذاب خدا نجات بده؟ کی مرا یاری میکنه؟ فمن ینصرنی من الله ان عصیتو، چه کسی مرا یاری میکند از عذاب خدا اگر خدا را من نافرمانی کنم؟ شما با این پیشنهادی که میدهید فما تزیدوننی غیر تخسیر، غیر از خساره، غیر از زیان، شما در من چیز اضافه نمی کنید با این پیشنهادات عجیب و غریبتون. اونها گفتن که خب برای ما آیه معجزه، قبلا همین خواندیم که از سنگ از کوه چی باشد شتری باشد، چنانچه دعا کرد اون معجزه را خدا داد. و یا قوم هذه ناقة الله لکم، ای قوم این شتر الهی هست برای شما، آیه‌ای هست، لکم آیتا، یک نشانی هست. اگر شما میخواهید دلیل محکمی، همون دلیل است که خودتون خواستید. فذروها تأکل فی ارض الله، لذا الان به این شعائر الله کار داشته نباشید، بگذارید آن را که بخورد در زمین خدا. ولا تمسوها بسوء، او را به بدی دست نزنید، یعنی به نیت کشتن، به نیت آسیب زدن، که فیاخذکم عذاب قریب، بعد از اون عذاب زودی برای شما میآید، نکنید این کار را. اما فعقروها، او را از پای در آوردند، او را کشتند. فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، حضرت صالح گفت پس شما بهره بگیرید در خانه هایتون 3 روز، تا 3 روز شما مهلت دارید، بیشتر از 3 روز نه. ذالک وعد غیر مکذوب،
این وعده است جانب خدا، دروغ هم نیست، غیر مکذوب. بالاخره عذاب آمد بعد از 3 روز. الله می فرماید فلما جاء امرنا نجینا صالحا، زمانی که امر ما آمد یعنی امر عذاب آمد، ما نجات دادیم صالح را، والذین آمنوا معه برحمت منا، کسانی که ایمان آورده بودن با صالح بسبب رحمتی از جانب ما. منظور رحمت اینجا چی هست؟ سبب حقیقی نجات، رحمت خدا شامل شد. و من خزی یومئذ، از رسوایی این روز ما نجات دادیم. ان ربک هو القوی العزیز، چون رب هم قوی هست و هم غالب است. و اخذ الذین ظلموا الصیحه، اما کسانی که ظلم کردند اونها را صیحه گرفت. صیحه معنیش چیه؟ فریاد است. صیحه معنیش فریاد است، چنان فریادی که سبب سکته اونها شد، دلشون ترکید، به اصطلاح مردم درونشون منفجر شد. اما این صیحه صدای چی بود؟ قرآن صیحه گفته، بیشتر نگفته، صدای مهین. بعضی میگویند که این همون صاعقه‌ای که آمد، صاعقه هم صدای وحشتناکی داره. اون صاعقه ضمن این که آمد و برق اونها رو گرفت، اون صدای وحشتناک صاعقه بود. اما بعضی دیگه میگن صیحه نعره جبرائیل است. خدا به جبرائیل امین گفت که فریادی برآرد که اینها جگرشون ترکید، پاره شد، از بین رفتند. بالاخره صیحه آمد. فاصبحوا فی دیارهم جاثمین، اونها در خانه هایشان به زانو افتادند. به زانو بعض میگن جاثمین اینه که به دهن بیفته، دهنش به خاک بره، به این صورت افتادن. کأن لم یغنوا فیها، گویا در این زمین هیچ بهره نگرفتند. الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، خداوند میفرماید آگاه باشید این قوم ثمود نسبت به ربشان کفر کردند و دوری از رحمت خدا برای این قوم ثمود. خلاصه تا اینجا ما 3 داستان خواندیم، هر 3 داستان مربوط به مدعای اول بودند. مدعای اول این سوره چی بود؟ الا تعبدوا الا الله. اما چند تا مدعا داشتیم. یکی دیگه اینکه کسی بغیر از الله علم نداره. این داستان دیگری هست مربوط به مدعای دوم هست. حالا از این داستان شما این متوجه میشید که حتی پیامبران الهی علم ندارند، علم غیب ندارند. حتی فرشتگان علم غیب ندارند. من چون که میخوام ترجمه بکنم، به ترجمه اکتفا بکنم، وجه استدلال را برای شما فقط ذکر میکنم. ببین اینا تعداد فرشته هستند، خانه ابراهیم خلیل الله آمدند. خانه ابراهیم خانه ای هست که همیشه رفت و آمد فرشتگان اونجا معروفه. قبلا می آمده جبرائیل، می رفته، می شناخته ابراهیم علیه السلام. اما چون که این بار به شکل چی آمدن؟ به شکل انسان آمدن، به شکل نوجوانهای زیباروی آمدند. ابراهیم علیه السلام نشناخت، چون غیب نداشت. غیب فقط صفت خداست. وقتی که آمد گفت قوم منکرون، تو دلش گفت که اینا ناشنا، اینا رو که من نمیشناسم، اینا از کجا آمدن؟ نمیدونه در میان اینها همین جبرائیل هست که همیشه با پیش ابراهیم می آمده، ولی امروز جبرائیل را نمیشناسد. و بعد دلیل دیگری که ابراهیم اصلا متوجه نشد اینا کی هستن، فورا اقدام کرد برای اونها پذیرایی کردن. فورا رفت گوساله‌ای که داشت، گوساله را سر برید و کباب آورد. معلوم میشه که انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات صفت مهمان نوازیشون خیلی زیاد است. مهمان نواز بودند، بخل در وجود انبیاء نبود. اهل تفسیر میگویند که
اینکه ابراهیم رفت گوساله را سر برید، اول و آخر سرمایه ابراهیم همین یکی بود، دیگه نداشت. مالی هر چی داشت برای مهمان آماده کرد. بس این دلیل اول که علم فقط پیش خداست، پیش غیر خدا علم غیب نیست، حتی انبیاء اولوالعزم. دلیل دیگر که فرشتگان هم علم غیب نداشتن اینه که فرشته تو خانه ابراهیم نشسته، ابراهیم رفته پشت دیوار کباب درست میکنه. خب فرشته ها اینقدر هم نمیدونه این داره خودش را به زحمت میندازه، ما بگیم ما که از خوردن پاکی. فرشته ها نمیدونستن کجا رفت، و الا میگفتن بیا ابراهیم خودت را زحمت نده. پس معلوم میشه که فرشتگان هم غیب ندارند. وقتی که این دو قشر داره، از میان انسان ها بالاترین و والاترین انسان ابراهیم خلیل الله عالم غیب نیست، از میان فرشتگان بالاترین فرشتگان که جبرائیل هست، در رأس فرشتگان هست، جبرائیل غیب نمیداند، پس دیگه کی میتونه غیب داشته باشه؟ فلان ولی و فلان پیر صاحب و فلان آقا صاحب، اینا دیگه جای خود دارد. لذا از این چی ثابت شد؟ مدعای دوم علم غیب خاصه الله است. حالا کل داستان ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى، همانا پیامبران ما پیش ابراهیم آمدند، همراه با خوشخبری آمدند، همراه با مجد آمدند. قالوا سلاما، گفتن سلاما، ای سلمنا علیک سلاما. قال سلام، ابراهیم هم پاسخ داد سلام بر شما. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، زیاد نماند این که آورد گوساله را، گوساله کباب شده. از اینجا معلوم میشه که وقتی که مهمان می آید، همونطور که در اصطلاح ما معروف است مهمان حبیب خداست، مهمان را باید اکرام کرد و بهترین چیزی که در اختیار داره انسان اون را جلوی مهمان بذاره، از مهمان خوب استقبال بکنه، خوب پذیرایی بکنه و تعارف هم نکنه. همیشه ما میگیم که این تعارفات ایرانی که انسان خسته میشه از بس که تعارف است و بفرما است و تو را خدا بیا یه چیزی، در حالی که در دلش اصلا اراده ای نیست. این تعارفات خوب نیست. اگر کسی آمد به خانه، انسان درنگ نکنه، بره هرچی که خدا بهش داده بیاره جلوش بذاره، میخوره نخوره دیگه نمیخوره. ابراهیم سوال نکرد، تعارف نکرد، اقدام کرد. فلما رأى ایدیهم، وقتی که دستهای اونها را دید که لا تصل الیه، بسوی اونها به اون نمیرسد، نکرهم یعنی نپسندید، احساس خطر کرد. و اوجس منهم خیفه، از اونها احساس خوف کرد، احساس خطر کرد. و در آیه دیگه هست که گفت شما ناشنا به نظر میاد، کی هستید شما؟ قالوا لا تخف. حالا مفسرین میگن که در اون زمان این بود که هر کسی اگر میخواست به کسی ضربه بزنه نمکش را نمیخورد. ابراهیم فکر که به این خاطر نمیخورن. قالوا لا تخف، نترس، انا ارسلنا الى قوم لوط، ما به سوی قوم لوط فرستاده شدیم، ما آمدیم که اونها را عذاب بدهیم. و امرأته قائمة فضحکت، زنش هم ایستاده بود خندید. ببین چرا خندید؟ هنوز خوشخبری نیامده. در آیه تقدیم و تأخیر است. در آیه چی هست؟ تقدیم و تأخیر است. اول بشارت است، اول خوشخبری است. اینجا بعدا آمده فبشرناها به اسحاق. اصلش اینه که اول بشارت داد، او از خوشحالی خندید. ان هذا علی التقدیم و التأخیر. در سوره مبارکه زاریات ترتیب اصلیش است. اصلش اینه و امرأته، تقدیر آیه و امرأته قائمة فبشرناها به اسحاق، زنش ایستاده بود خوشخبری اسحاق دادیم. فضحکت، خندید سرورا، از خوشحالی.
پس فضحکت فبشرناها باسحاق، ما بشارت اسحاق دادیم، نه تنها اسحاق، و من وراء اسحاق یعقوب، پشت سر اسحاق یعقوب. ببینید ابراهیم ببخشید اسماعیل، این عرض کنم که حضرت اسحاق از شکم ساره هست. هاجر در مکه بود، اسماعیل را خدا تعالی جلوتر داده بود. بعضی میگن اسماعیل 8 سال از اسحاق بزرگتر، بعضی میگن 13 سال بزرگتره. بالاخره اون 8 سال یا 13 سال پیش متولد شده بود. و من وراء اسحاق یعقوب، پشت سر اسحاق یعقوب که او هم نبی خداست. حالا ساره تعجب کرده، قال یا ویلتا، ای وای بر من، اعلد و انا عجوز، آیا من به همین صورت پیری بچه به دنیا می آورم و شوهر من هم پیره، و هذا بعلی شیخا، این هذا لشیء عجیب، این چیز عجیبیه اگر اینطور باشه. اما فرشتگان میگن شما تعجب میکنید، شما در شگفت هستید. اهل بیت پیامبر قالوا اتعجبین، گفتن آیا تعجب میکنی از امر الله، یعنی از فیصله خدای، رحمت الله و برکاته، رحمت خدا و برکات خدا بر شماست ای اهل بیت، ای اهل بیت نبی. انه حمید مجید، همانا اون پروردگار ستوده شده و دارای مجد و عظمت است. فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءت البشرى، حالا ابراهیم شفاعت میکنه، سفارش میکنه. ببینید سفارش ابراهیم هم قبول نمیشه. وقتی که از ابراهیم اون خطر و اون احساس خطر رفت شد، اون که میترسید که اینها اجنبی نباشند، بعدا احساس کرد خودمانی هستند، فرستادگان ربم هستند. لذا وجاءت البشرى، از طرف دیگه برایش مژده هم آمد، خوشخبری هم دادن که خدا به تو پسری میده. شروع کرد به بحث کردن با ما درباره قوم لوط، یجادلنا فی قوم لوط. چرا؟ دلیلش چیه؟ ابراهیم بحث میکرد. الله تعالی میفرماید دلیلش اینه که ابراهیم بسیار نرم دل بود و انابت داشت. در وجود ابراهیم انابت بود. ان ابراهیم لحلیم، ابراهیم علیه السلام بردبار بود، اواه نرم دل بود، منیب انابت کننده بود. لذا به این خاطر شروع کرد دلائل خودش را. آخه اگر شما عذاب بدید این مشکلات درست میشه، این عواقب، تا اینکه از سوی پروردگار گفته شد ابراهیم بحث نکن، فیصله شده. وقتی خداوند به صورت قطعی فیصله بکنه دیگه بحث ابراهیم فایده ای نداره. خدا سفارش هیچ کسی را وقتی که به صورت قطع فیصله بکنه، سفارش هیچ کسی را نمیپذیرد. یا ابراهیم اعرض عن هذا، ای ابراهیم از این روی گردانی کن، از این بگذر. انه قد جاء امر ربک، همانا امر پروردگار تو آمده. خدا فیصله کرده، بر نمیگرده. الذی لا یرد و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، برای اینها عذابی که رد نمیشه، برگشت نداره، چنان عذاب میاد. بالاخره عذاب آمد و حالا تفصیل اون عذاب اینجا میاد. ابراهیم علیه السلام دیگه بیشتر بحث نکرد، سکوت کرد، قانع شد. ولما جاء رسولنا لوط، از پیش ابراهیم مرخص شدن رفتن پیش لوط. ابراهیم در شام بود، لوط هم در شام بود، اما منطقه در کناره اردن هم جز شام هست. شهرهایی به نام عرض کنم که عموره و صدوم، شهرهای عموره و صدوم بودند. اونجا لوط فعالیت میکرد، تبلیغ دین میکرد. اونجا رفتن، از پیش ابراهیم از شام رفتن به سمت اردن. ولما جاء رسولنا لوطا، وقتی که پیامبران فرستادگان ما
پیش لوط آمدن به همون شکل نوجوان و جوان. سیء بهم، به سبب اونها غمگین شد، چون که از شرارت قوم. این هم داستان پنجم است مربوط به مدعی لوط پیامبر هم علم ندارد. علم غیب مال خداست. این داستانهای انبیاء اینا داستان نیست، اینا درسند. هم درسای اعتقادی هستند، هم درسای اخلاقی هستند. انسان از لابلا این داستانها کل نکات اعتقادی را میتونه برداشت کنه، مثل همین که علم غیب خاصه الله است و مختار و متصرف هم خداست. پیامبران قدرت ندارند. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم، بسبب اونها غمگین شد. و ضاق بهم ذرعا، بسبب اونها تنگ شد دلش گرفت. ذرع یعنی دل. و قال هذا یوم عصیب، با خود گفت این روز سختیه، حالا چطوری مهمانا را از شر این قوم حفاظت کنم. اما قوم با خبر شد. منافقان گفتند، اهل نفاق در میان خانه هم بود، بعضی میگن زن لوط گفت خبر داد. ولما وجاءه قومه یهرعون الیه، پیش او قومش آمد در حالی که میدوید، دوان میرفت به سوی خانه لوط. و من قبل كانوا یعملون السیئات، این هم جنس بازیه که این قوم گرفتار بود. بار اولشون نبود، قبل از این هم این سیئات و این بدیها را انجام میدادن. اما لوط علیه السلام به اونها گفت ای قوم من، شما زن دارید، همون زنان شما که دختران من باشند. تفسیر صحیح همینه. هؤلاء بناتی اشاره به چی؟ به زنهای اونها میکنه که تمام زنها و مردهای هر امت فرزندان اون پیامبر حساب میشوند و اون پیامبر پدر روحانی هست. لذا گفت که هؤلاء بناتی، اینا دختران من، هن اطهر لكم مشیرا الی نسائهم المنکوحه، اشاره میکنه به زنهای همین مردم که در نکاح. این که بگه بعضی میگن نوح علیه السلام گفت من دخترانم را در عقد شما در میارم، این زیاد قوی نیست. لوط علیه السلام همش 2 تا دختر داشت، چطور در عقد چنین قوم فاسدی در میاره؟ لذا فاتقوا الله، از خدا بترسید. ولا تخزونی فی ضیفی، مرا در جلوی مهمانانم شرمسار نکنید، رسوا نکنید. الیس منکم رجل رشید، در میان شما یک مرد فهمیده هم نیست. رشید یعنی کسی که درک بکنه، بفهمه، هدایت بشه. ای رجل یهتدی للحق و یهدیکم الیه، بسوی حق شما را راهنمایی کند. اونا گفتم ای لوط تو میدونی که ما چه میخواهیم، ما نیازی به اون زنها نداریم. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، همانا تو میدانی که برای ما در دخترانت هیچ نیازی نیست. من حق یعنی من حاجت. و انک لتعلم ما نرید، تو میدانی ما چه میخواهیم، برای چی آمدیم میدونی، راه ما را باز کن، مزاحم نباش. علیه بالله. قال لی لو ان لی بكم قوة، لوط علیه السلام تمنا کرد کاش من قدرتی داشتم شما را میزدم، کاش قدرتی داشتم یا قوم و قبیله‌ای داشتم. لو ان لی بكم، لوی تمنی هست، کاش برای من، برای نسبت به شما قوت بود، قدرت بود. او آوی الى رکن شدید، یا پناه می بردم به رکن شدیدی، یعنی رکن شدید منظور قبیله خوبی که اونها با من همراه می شدند و به اونها پناه می بردم، همه ما شما را تارمار می کردیم. حالا بالاخره فرشتگان خودشون را معرفی کردند. ای لوط تو نگران نباش، ما فرستاده ربیم. قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، هرگز اینا بهت نمیرسن. فاسر باهلک، تو آمادگی کن برای سفر، برای رحیل.
ببر اهلت را بقطع من اللیل، بخشی از شب، بطائفت من اللیل. ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك، به این سمت التفات نکند هیچ یک از شما، لذا ببر الا امرأتك، مگر زنت را نبر. چرا؟ انه مصیبها ما اصابهم، همانا به اون زن میرسد اون چی که به اونها میرسد. و ان موعدهم الصبح، همانا موعد اونها صبح است. الیس الصبح بقریب، صبح نزدیک نیست؟ نزدیکه، زیاد نمانده، پس زودتر آمادگی کن. الله عزوجل هم وقت عذاب را میگه، هم کیفیت عذاب را میگه. فلما جاء امرنا، وقتی که امر ما آمد، امر عذاب مراد است. جعلنا عالیها سافلها، ما قرار دادیم بالای شهر را پایین شهر، یعنی سرنگون کردیم. چیکار کردیم؟ این شهر را سرنگون. میگن که این صدوم را و عموره را خدا دستور داد ببرن بالا، از اونجا چپش بکنن. ما قبلا گفتیم چند نوع عذاب آمد. یکی عذاب همون سنگ ها بودند که انفجار، حالت انفجار. یکی از مفسرین نوشته تو تورات آمده که خدا اونها را آتش باران کرد، یعنی بر اونها آتش بارید. خب این روایت اگر درست باشه تعارضی با قرآن نیست. این سنگ ها همون حالت چی داشتند؟ آتش انفجاری داشتند. اما همین کافی نبود، چرا خدا روستایشون را سرنگون کرد. این اصلا در هیچ قومی این نوع عذاب نبوده که شهر چپه بشه، شهر برعکس بشه، فوقش بره تحت و تحتش بیاد فوق. بعضی از علما گفتند شاید نکته اینه که اینها کاری خلاف طبیعت و خلاف فطرت میکردند. فطرت انسان تمایل به جنس مخالفه، ولی اینها تمایل به جنس خودشون داشتند. مردها به سوی مردها تمایل داشتند، زنها به زنها. این چیه؟ این خلاف طبیعت، خلاف فطرت. چون که جنایت خلاف فطرت میکردند، خدای عزوجل برای اونها عذاب هم خلاف طبیعت آورد. عذاب خلاف طبیعت یعنی برای هیچ کسی این نوع عذاب نیامده، برای اینها آمده که شهر روستا چی بشه؟ سرنگون بشه، چپه بشه. و امطرنا علیها حجارة من سجیل، ما بر آنها باراندیم سنگهای از سنگل، اما منضود ته به ته. منظور اینه که بالردیف، مرتب، منظم. مسومة عند ربک، این سنگ ها نشانی شده بود نزد رب، یعنی این سنگ مال افراد مخصوص بود، برای هر کسی سنگی. حالا الله تعالی میفرماید این قوم عذاب داده شد، ولی روستای قوم لوط، شهر قوم لوط از این ظالمین مکه دور نیست. و ما هی من الظالمین ببعید، منظور از ظالمین مشرکین مکه است. اون شهر از این مشرکین مکه دور نیست. همیشه وقتی که می رفتن به طرف شام، از اردن، از همین عموره گذر اونها می شد، اون آب را هم می دیدند که به جای شهر الان آب گرفته. حالا به جای همون شهر آب هست، دریایی هست. و اون قسمت شهر چون خدا محکم زد زمین را به زمین، ته رفته. میگویند بعضی که رفتن میگویند که 400 متر الان اون دریا عمق داره، یعنی وقت خدا این شهر را به زمین زد 400 متر ته رفت. معنیش اینه 400 متر عمق اون آب، اون یه آب سیاه متعفنی هست. به بحر لوط هم معروف است، بحر لوط هم بهش میگن، بحر میت هم میگوین. میت یعنی اونجا هیچ موجود زنده ای نمیتونه زنده بمانه، جایی نیست که اونجا ماهی بیار، قورباغه بیار و فلان، نه. اونجا آبش چنان کثیفه و چنان تعفن داره که قابل سکونت برای هیچ موجود زنده ای نیست. به خاطر بحر میت میگن. بحر لوط هم میگه. الله میفرماید حالا اون شهر، اون روستا از این ظالمین یعنی مشرکین مکه بدور نیست. داستان 5 نفر از انبیا را خواندیم که
در این دلائل و در این داستان ها دو تا مدعای اول و دوم، یکی درباره توحید فی العبادت و یکی درباره توحید فی العلم، که علم هم پیش خداست، علم غیب، علم محیط بكل شیء. از این داستان ها اثبات می شد این پیامبران هم دعوتشون همین بود که الله تعبدو الا الله. این داستان ششمی که میخوانیم مال حضرت شعیب علیه السلام که در این هم هست یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. این مربوط به مدعای اول است، الله تعبدو الا الله. اما بغیر از شرک که این قوم گرفتار بود، یه مرض دیگه داشت، خیانت در کیل و وزن که شما قبلا خواندید. اونها در پیمانه، در کیل و وزن هم خیانت میکردند، مال مردم را میخوردند، مردم را فریب میدادند و این سبب کساد بازار اونها شده بود، سبب فساد تجارت اونها شده بود. الله می فرماید و الی مدین اخاهم شعیبا، بسوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. قبلا هم درباره مدین خواندیم که مدین گرچه اسم شهری هست ولی شهر منسوب به جدشان و این مدین فرزند سیدنا ابراهیم است از همسر سومش به نام قطورا. و الی مدین اخاهم شعیبا، بسوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، گفت ای قوم فقط خدا را پرستش کنید. چرا؟ ما لكم، این علت است، هیچ معبود غیر از الله نیست. اول ایمانتون را درست کنید، اعتقادتون را، دوم عملتون را، فساد عمل نکنید. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، در کیل و وزن کم نکنید، کوتاهی نکنید. انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. این هم ترغیب است هم ترهیب. اگر عمل کردید خیر برای شما میبینم. انی اراکم بخیر، شما را بخیر میبینم در صورت عمل کردن، پایبندی. و اگر عمل نکردید و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، من میترسم بر شما از عذاب روزی که احاطه کننده همه را در بر میگیرد، کسی از اونجا نمیتونه در بره، اون روز محیط هست. و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط. اینجا الله تعالی تأکید میکنه بر همون درستی در عمل، در معاملات. گفت ای قوم کامل کنید کیل و وزن مردم را به انصاف کامل کنید، عادل باشید، منصف باشید. کامل کنید یعنی چی؟ یعنی ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم نکنید در مردم اشیاءشان را. حقی که مردم از شما میخواهند، جنسی که از شما میخواهند، اون جنس را کمال و تمام بدهید، کم نکنید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و این تاکید است بر همون که در زمین با فساد نگردید. یعنی اگر به مال مردم خیانت کردید، در معاملات و داد و ستد شما فریب دادید مردم را، کلاهبرداری کردید، این فساد است. در زمین با این فساد نگردید. بازار هم یک فسادی دارد، معامله هم یک فسادی دارد. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی این ای قوم آنچه که خدا برای شما باقی میگذارد بهتره برای شما. آنچه که خدا برای شما، یعنی سودی که خدا برای شما در نظر میگیره، نه اون سودی که خودتون در نظر میگیره. شما سودی با کوتاهی در کیل و وزن میخواید بالاتر باشه، ولی اونی که خدا میخواد در صداقت،
در درستی کار و درستی عمل، ولو اینکه از نظر کمیت کم باشه ولی از نظر کیفیت او بالا هست، او بهتره برای شما. بس مراد از بقیت الله و سود هست، ای ما یبقیه الله لکم بعد ایفاء الحقوق بالقسط. منظور و اشاره به سمت دیگه، به سوی دیگه نیست سیدنا مهدی باشه یا کسی دیگه باشه، اصلا بحث نیست. بحث اینه که اگر شما معامله بکنید هر چی که از راه حلال برای شما بماند، هر چی که از راه جائز برای شما بماند، ما یبقیه الله لکم بعد ایفاء الحقوق بالقسط اکثر برکتا و احمد عاقبتا. اون برکتش بیشتر است، عاقبتش پسندیده تر هست از اون چیزی که خود شما از طریق تطفیف و از طریق کلاهبرداری میخواید به دست بیارید. لذا آنچه که خدا باقی بگذاره برای شما بهتر است اگر ایمان دارید. و ما انا علیکم بحفیظ، من محافظ شما نیستم از عذاب خدا شما را نجات بدم، من فقط مبلغ هستم، بیم میدم، تذکر. اما قوم را ببین مسخره میکنه، پیامبر را، عبادت پیامبر معلوم میشه که پیامبران در وصف عبادت بسیار مشهور بودند. سیدنا شعیب علیه السلام پیامبری بود که زیاد نماز میخواند، قوم هر وقتی او را میدید در حال نماز میدید، لذا نمازش را مسخره کرد. همین نماز تو هست که تو را اینطور میگه که به ما اینطور بگو، او هست که نمیگذارد، جلوگیری میکنه ما را از عبادت خدایا، یا اون نماز هست که جلوی تصرف و اختیار ما را در اموال خود ما میگیره، این اموال مال ماست، هر کاری میکنیم. ببینید این تصور غلطی هست که کسی فکر کنه مال خود ماست. هر جا خدا چی میفرماید؟ و مما رزقناهم. کجا مال تو است؟ تو از مادر متولد شدی چی داشتی؟ لباس حتی نداشتی، ما به تو دادیم. اون چی که خدا میده اون را باید طبق رضای خدا مصرف کرد، طبق دستور خدا معامله کرد، طبق دستور خدا هزینه کرد، نه اینکه هر طوری که انسان خودش بگه. قبلا ما این بحث را درباره بدن خواندیم. انسان ها یه تصور غلطی دارند، میگه مال ماست، جان ماست، بدن ماست. همین که شعاری هست میگن جسم من، تن من، مال من، تن من، مال من. بیشتر این را دشمنان دین برای زنها درست کردن که زنها بگن تن من مال من اختیار دارم، موهایم را ظاهر میکنم، بدنم را میپوشم، بدنم را ظاهر میکنم. نباید در این باره دستوری از بالا سری باشه، از بالا سر دیگری نیست، از ربی که این تن را داده، از ربی که این مال را داده. او رب میگه تو حق نداری این مال را از طریق ربا ببری بالا، این ضررهایی برای جامعه داره. تو حق نداری از طریق خیانت در کیل و وزن، خیانت در کیل و وزن، این برای جامعه ضرر داره، برای مردم ضرر داره، بازار را کلا فاسد میکنه. لذا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، ای شعیب آیا نماز تو را امر میکند ان نترک ما یعبد آباؤنا، اینکه ترک کنیم، بگذاریم، رها کنیم آن خدایانی که پدران ما عبادت میکردند، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا اینکه انجام بدیم در اموال خودمون اون چی که میخوایم. نماز تو بهت میگه که ما در مال خودمون اختیار داشته نباشیم. انک لانت الحلیم الرشید. این جمله استهزائیه هست، مسخره میکردن.
تو مرد بردبار و مرد رشیدی هستی، فهمیده ای هستی. به مسخره می گفتند. قال یا قوم، شعیب علیه السلام چه جواب دادن؟ گفتند ای قوم، من درباره اون چی که میگویم بلا دلیل نمیگویم. درباره توحید و یکتاپرستی که میگویم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، هم بینه دارم، دلیل دارم، مدرک دارم. هم درباره بقیه مسائل معاملاتی و اخلاقی هم دلیل دارم. چرا شما گوش نمی کنید؟ من میخوام مخالف شما بشم. من فقط میخوام مصلح باشم، شما را اصلاح کنم، شما را راهنمایی کنم. و من هم از طرف خودم نمیگم، از طرف خدا میگم. شما که مرا تهدید میکنی، من هم توکلم بر خداست. قال یا قوم ارائیتم، گفت ای قوم من، شما به من خبر بدهید، ان کنت علی بینة من ربی، اگر من بر بینه باشم، از جانب ربم باشم، یعنی دلیل و مدرک از سوی رب داشته باشم، و رزقنی منه رزقا حسنا، و خدا به من عطا کند عطای نیکو، عطای زیبا. رزق منظور اینجا خوراکی نیست، هر جا رزق به معنی خوراکی نیست. اللهم ارزقنی علما نافعا، این خوراکی نیست. اعطنی، پس خدا به من بدهد رزق حسن. مراد از رزق حسن چیه؟ حکمت و نبوت. حکمت و نبوت. خدا به من حکمت بده، به من نبوت بده. و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، من تصمیم ندارم اینکه مخالفت کنم و بروم به سوی اون چیزی که شما را باز می‌دارم از آن. یعنی همین که شما را میگم تطفیف نکنید، مال مردم را کم ندهید. من هدفم مخالفت و دشمنی با شما نیست. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اراده ندارم مگر اصلاح را تا جایی که بتوانم. اما رفع عجب من کی باشم که اصلاح بکنم؟ ربم شما را اصلاح میکند. و ما توفیقی الا بالله، نیست توفیق من مگر به الله. علیه توکلت، فقط و فقط بر او توکل کردم در مهمات امور. و الیه انیب، در تمام کارها به سوی او برمیگردم. و همچنین قوم را نصیحت میکنه، بیچاره ها، شما با من مشکل دارید. این مشکل شما با من باعث نشه که برای شما همون عذابی بیاد که بر اقوام گذشته. یعنی با من که مشکل دارید، مخالفت کنید، دشمنی کنید، تمرد کنید از فرمان خدا، اون وقت خودتون را مستحق عذاب خدا کنید. و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، ای قوم من، شما را تحریک نکند مخالفت من. ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، این که برسد به شما آنچه که رسیده به قوم نوح، یا قوم لوط، یا قوم صالح، اینایی که قبلا بوده، همه اونها. و بالخصوص و ما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط از شما دور نیست، زمانش چند وقت پیش بوده. ببینید چه آمد بر سر شما. لذا شما با من مخالفت میکنید، ولی مواظب باشید که این بلاها سر شما نیاید. واستغفروا ربکم، این ترغیب است و تلقین استغفار است. واستغفروا ربکم، از ربتان معذرت خواهی بکنید. ثم توبوا الیه، بسوی او برگردید. ان ربی رحیم ودود، همان رب من مهربان هست و محبت کننده هست، با بندگانش محبت میکنه. یا ودود، دوست داشتنی هست. اما قوم متوجه نمیشد، متوجه میشد ولی خودش را به اون در میزد. میگفت که ما اصلا نمیدونیم تو داری چی میگی. آخه چرا من در مال خودم هر چی که دلم میخواد انجام ندهم؟ ما باید آزاد باشیم.
قال يا قوم ارهطی، قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول، ای شعیب بسیاری از مواردی که تو میگی ما نمیفهمیم. و انا لنراک فینا ضعیفا، تو را در میان خودمون هم آدم ضعیفی میدونیم، ما راحت میتونیم تو را ضربه بزنیم، از بین ببریم، اما یه چیزی را لحاظ میکنیم که تو از فامیل ما هستی، یا اینکه خودت یک تیره ای داری، یک گروهی داشت، اونها را بالاخره برای ما عزیز هستند، اگر اونها نبودن ولولا رهتک، همونطور که مشرکین هی می آمدن به ابو طالب می گفتن ما اگر مدارات میکنیم به خاطر تو میکنیم، چون تو یکی از سرداران معتبر ما هستی، ولی برادرزاده را تفهیم کن. به حضرت شعیب هم همینه میگه لولا رهتک، اگر قبیله تو نبود لرجمناک، تو را سنگسار میکردیم، و ما انت علینا بعزیز، تو بر ما هیچ عزیز نیستی، ارزشمند نیستی. اما حضرت شعیب میگه قال یا قوم ارهطی اعز علیکم من الله، آیا قوم و قبیله من، فامیل من برای شما از خدا عزیزتر است؟ اون خدایی که واتخذتموه وراءکم ظهریا، قرار دادی او را پشت خود سر خودتون، ظهرتان، پشت سرتان. یعنی چی؟ یعنی خدایی که او را فراموش کردید، خدایی که او را نادیده گرفتید. این واقعا از شقاوت و بدبختی شماست. ان ربی بما تعملون محیط، رب من به اعمال شما احاطه کننده هست، همه اعمال شما را میبیند، میداند. بالاخره شعیب تا جایی که برایش امکان داشت تفهیم کرد، مسئله را تبلیغ کرد، اما قوم متوجه نبود و نشد. قوم تا آخر سرکشی کرد. آخرین جوابی که حضرت شعیب میگوید و یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، ای قوم سر جایتون عمل کنید، من هم سر جای خودم به اون چی که از طرف خداست عمل میکنم. سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزی و من هو کاذب، عن قریب میدانید چه کسی پیش او عذابی که او را رسوا کند میآید و چه کسی کاذب است در این باب. وارتقبوا انی معکم رقیب، شما منتظر باشید منم منتظر. حالا وقت عذاب را الله میفرماید ولما جاء امرنا نجینا شعیبا، زمانی که امر ما آمد، امر عذاب آمد، ما نجات دادیم شعیب را و مؤمنین با شعیب را، والذین آمنوا معه برحمت منا، آنهایی که ایمان آورده بودند همراه با او با رحمت، یعنی بسبب رحمت، سبب حقیقی نجات رحمت خدا، برحمت منا. اما نتیجه شرک و مشرکین و اخذت الذین ظلموا، گرفت آنهایی را که ظلم کرده بودند، الصیحة، آواز جبرائیل، صدای جبرائیل، فاصبحوا فی دیارهم جاثمین، آنها در خانه هایشان به زانو افتادند، کأن لم یغنوا فیها، گویا در این زمین اونها استفاده نکردند، از منافع زمین بهره نبردند. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، خبردار آگاه باشید دوری برای قوم مدین از رحمت خدا، همان گونه که قوم ثمود هم فاصله گرفت و دور شد. بالاخره این قصه ششم بود که مربوط به مدعای اول بود. مدعای اول چی بود؟ الا تعبدوا الا الله ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا. این داستان هفتم است، قصه هفتم است، اما این مربوط به مدعای سوم هست. مدعای سوم چی بود؟ که رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر خداست، از طرف خدا مبعوث شده، از طرف خدا فرستاده شده. رسالت رسول الله با رسالت موسی خیلی شباهت دارد، لذا بیشتر داستان موسی برای اثبات
رسول الله میآید. کتاب موسی برای کتاب اثبات کتاب قرآن کتاب خدا، یعنی گاهی خدای تعالی از تورات نقل میکنه استدلال میگیره و خود موسی شباهتش با شباهت رسول الله زیاد هست. دشمنان موسی هم همچین، همونطور که موسی خیلی شکنجه دید، خیلی اذیت شد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هکذا. همان ما فرستاد موسی را همراه با آیات ما یعنی معجزات و سلطان مبین، با یک دلیل مدرک روشن. بعضی میگن سلطان مبین موعظه واضح موسی است، خیلی بلیغ صحبت میکرد، خیلی شفاف که برای کسی جای سخن نبود. ما فرستادیم الى فرعون و ملئه، بسوی فرعون و درباریان فرعون، اما اون ملأ فرعون و درباریان حماقت نشان دادن، فتبعوا امر فرعون، بجایی که امر موسی را دنبال کنند یا امر خدا را دنبال کنند، اونا دنبال کردن امر فرعون را. امر فرعون درست نبود، کارساز نبود. و ما امر فرعون برشید، یعنی راهنمای خوبی نبود، به سوی راه رشد و راه هدایت راهنمایی نمیکرد، به سوی راه گمراهی و ضلالت و تباهی. حالا الله تعالی می فرماید که چرا امر فرعون رشید نبود. یقدم قومه یوم القیامه، پیشا پیش قوم خودش حرکت می کند در روز قیامت. فاوردهم النار، آنها را وارد آتش می کند، به آتش می برد. و بئس الورد المورود، بسیار محل برداشت بدی هست. المورود یعنی اون مکان. ببینید الورد به اصطلاح محلی آبسر، آبسر یعنی جایی که آب مردم برداشت میکنن. دیدید قنات ها آب میارن، قنات چاه از چندین حلقه چاه یه آب جاری هست از زیر زمین جویش میاد تو قنات. اون جایی که دیگه از قنات میزنه بیرون روی زمین تو جوی آبی که مردم دسترسی دارند و مردم از اونجا آب بر میدارن، اون جایی که مردم آب بر میدارن اونجا رو میگن ورد. ورد یعنی محل آب. مورود هم هست، چون که شما که میرید آب بر میدارید شما وارد هستید. وارد یعنی کسی که چی میشه برای آب میره. فارسلوا واردهم، دیروز شما خواندید نه؟ اون کاروانیان کی را فرستاده؟ و مسئول آب را. خب کسی که وارد هست جای اون محل چی میشه؟ مورود میشه دیگه. اون محل مورود هست، جایی که وارد اونجا وارد میشه. پس بئس الورد المورود، ای بئس المدخل المدخول فی، این جایی که اینها وارد میشن یعنی جهنم، خیلی جای بدی است. و اتبعوا فی هذه لعنة و یوم القیامه، دنبال شدن در این دنیا با لعنت و نفرین خدا و همچنین در روز قیامت. بئس الرفد المرفود، بسیار عطای داده شده بدی هست. الرفد انعام، عطا، المرفود داده شده. خب حالا ببینید داستان موسی جلوتر هم می آید، اما اینجا الله تعالی جمله معترضه برای صداقت رسول الله بیان می فرماید. ای پیامبر من، بیان این همه واقعات و داستان ها دلیل است بر این که تو واقعا پیغمبر خدا هستی. تو اینها را داری با این زیبایی و با این دقیقی بیان می کنی. ذالک من انباء القرى، این اخبار از اخبار قریه های گذشته، شهرهای گذشته هستند که نقصه علیک، ما این بر تو تعریف میکنیم. یعنی وحی خداست، از طرف ما میاد به صورت وحی، پس دلیلی که تو پیغمبر هستی. و این شهرها امروز بعضی ها هنوز هستند، مثل شهر مصر، کشور مصر هنوز هست، بعضی ها نیستند. منها قائم و حصید، یعنی منها حصید. حصید چرا میگن؟ شما میدونی گندمی که درو شده دیگه افتاده،
ریشش زده شده دیگه، دوباره اون سبز نمیشه، رشد نمیکنه. لذا بعضی از این شهرها چی شدن؟ درو شدن، یعنی نابود شدند. امروز اثری از اونها نیست. خب آیا این ظلم نیست این همه انسانها نابود بشند؟ و ما ظلمناهم، ما بر آنها ظلم نکردیم، ولکن ظلموا انفسهم، آنها بر خود ستم کردند، خود ظلم کردند. حالا الله تعالی یک نکته اساسی و اصلی بیان می‌فرماید. اون نکته اصلی و نکته توحیدی اینه که وقتی که عذاب خدا آمد، اون آلهه و اون خدایان هیچ یکی نتوانستن به داد اونها برسند. فما اغنت عنهم آلهتهم، دفع دور نکرد، فایده نبخشی به اونها خدایان اونها، التي يدعون من دون الله من شيء، آن خدایانی که اونها را صدا می زدن به جز خدا، من شیء، هیچ فایده ای نداد. بالخصوص لما جاء امر ربک، زمانی که امر پروردگار یعنی امر عذاب پروردگار آمد، و ما زادوهم غیر تتبیب، آن خدایان نیفزودند در اونها مگر غیر از تباهی، غیر از هلاکت. اون خدایان هلاکت و تباهی اضافه کردند. الله عزوجل اینجا سنت خودش را بیان می فرماید، عادت الله و سنت الله را تخویف دنیوی هست. و كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه، گرفت رب، مؤاخذه رب اینگونه خواهد بود وقتی که قرا و اهل قریه ها را بگیرد در حالی که اهل اون قریه ها ظالم باشند، مشرک باشند. و هی ظالمه، وقتی که اهل قریه ها ظلم و شرک بکنن خدا همینطور مؤاخذه میکنه. یعنی ای قریش استثنایی ندارید، شما اگر به همین ظلم و شرک ادامه بدهید شما هم مؤاخذه میشید. چنانچه قریشی‌ها را خدا بد جور مؤاخذه کرد، چند مرحله مؤاخذه کرد. ان اخذه علیم شدید، همانا اخذ پروردگار دردناک و شدید هست، سخت. ان فی ذلک لآیة لمن خاف عذاب الاخره، این تخویف اخروی هست. همونطور که از عذاب دنیا میترساند و بیم میدهد، از عذاب آخرت هم میترساند. الله میفرماید در همه این واقعات آیه و نشانی هست، لآیتن، آیه بزرگ، نشانی بزرگ برای کسی که از عذاب آخرت میترسد. عذاب آخرت چیه؟ الله میفرماید ذالک یوم مجموع، اون روزی هست که روز مجموع میگویند، یعنی همه مردم جمع میشن. مجموع له الناس، مردم برای اون روز جمع کرده میشوند. و ذالک یوم مشهود، اون روز هم روز مجموع است هم روز مشهود است، یعنی همه مردم حاضر میشن. مشهود یعنی کل الناس شاهدون. و ما نؤخره الا لاجل معدود، منظور این خدای تعالی میفرماید تأخیر اون قیامت زیاد نیست، یه مدت معدودی هست. حالا ببینید اون زمانی که اون آیه نازل شده تا الان 1000 سال بیشتر گذشته، چطور زمان معدود است؟ من قبلا عرض کردم برای ما که عمرمون بسیار مختصر است اون زمان طولانی حساب میشه، و الا خدای تعالی که اول و آخر زمان را میبیند، جلوی او هست، خدا میدونه چقدر نزدیکه. یوم یأتی لا تکلم، ما تخویف اخروی است. اون روز که بیاید چه وضعیت فجیع مردم خواهند داشت. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه، اون روزی که بیاید یعنی روز قیامت فرا برسد، سخن نمیگوید هیچ نفسی مگر به اذن خدا. فمنهم شقی و سعید، بسیاری از مردم هستند در اون روز شقیند، شقی به معنی بدبخت، و بسیاری هستند اهل سعادتند، بختیارشون میشه، نیک بختند، سعادتمندند. شقی کیه؟ فاما الذین شقوا ففی النار،
اما آنهایی که بدبخت هستند اونها در آتش هستند. لهم فیها زفیر و شهیق، برای اونها در آتش آه و فغان است. زفیر و شهیق سرصداها را میگویند، صدای آه و ناله، داد و فریاد. ما وقتی که بخواهیم از یک صدایی تعبیر بکنیم که صدای یا زشتی هست یا صدای خطرناکی هست، یک بخشش را نمیگیم، دو بخش. مثلا همین که عرض کردم، آه و ناله، داد و فریاد. لذا این هم زفیر و شهیق به این معنی. اما بعضی میگن زفیر و شهیق هر دو صدای الاغ هستند، بلا نسبت نهیق الحمار. صدای الاغ را توجه بفرمایید که ابتدا یک صدای خاصی است، این میره اوج میگیره، میره بالا بالا بالا، آخر یک صدای دیگه هست که قطع اون صدای است. اون قسمت اول را میگن زفیر، آخرش را چی میگن؟ شهیق. لذا اینها در آتش با این داد و فغانها، آه و فغانها مواجه هستند. تا چه مدتی هستند؟ خالدین فیها، همیشه در آن. ما دامت السماوات و الارض، تا زمانی که آسمان و زمین باشه. ببین تا زمانی که آسمان و زمین باشه این کنایه از تعبید است، کنایه از همیشگی بودن است. اونجا دیگه این آسمان و زمین نخواهد بود. الا ما شاء ربک، مگر آنچه که رب بخواد. ببینید آیا مگر جهنم پایان بیابد که اینجا استثناء شده الا ما شاء ربک؟ نه خیر، پایانی ندارد. این بیان قدرت خداست. بیان چی هست؟ قدرت خداست. یعنی هرچی رب بخواد او میشه. ولی رب چی میخواهد؟ رب برای تعبید را خودش گفته ابد هست، همیشگی است. خالدین فیها ابدا. پس الا ما شاء ربک صرفا برای وانمود کردن این که همه چیز به مشیت پروردگار بستگی داره، به مشیت غیر خدا هیچ ارتباطی نداره. بعضی میگویند الا ما شاء ربک، این الا به معنی سوا هست، غیر از اون چیزهای دیگری که رب میخواهد. یعنی این انسانها که در اون جهنم قرار دارند برای چه مدتی هستند؟ خالدین فیها، همیشه، غیر از اون چیزی که رب میخواد. یعنی غیر از این آتش جهنم چیزهای دیگه هم هست، شکنجه‌های دیگه هم هست، عذابهای دیگه هم هست که رب میخواد. لذا سوا ما شاء ربک، الا ما شاء ربک یعنی سوا ما شاء ربک. ببینید معنیش این نیست که تعبید را نفی بکند، تعبید سر جایش، خالدین فیها. الا ما شاء ربک، غیر از اون تعبید یک سری نکات دیگری هست. علما میگویند، مفسرین میگویند مثل این هست که کسی مقروض است، میگه که تو از من 2000 درهم میخواهی، لک علی الفان الا الالف التي كانت، تو از من 2000 درهم میخوای مگر اون هزاری که قبلا سر من بود، یعنی سوى الالف التي كانت، غیر از اون هزاری که اول بود، غیر از اون 2000 میخوای، یعنی جمع چقدر میشه؟ 3000 میشه. لذا الا ما شاء ربک به این معنی هست که همیشه در اون جهنم هستن مؤبد، غیر از اون چیزی که رب میخواد. یعنی بعضی ها همونطور در جهنم هستن، اضافه بر اون هم شکنجه داده می شود. این مثالش مثل این است که 2 نفر 30 سال حبس تحمل کردند، اما از این 2 نفر یکی این حبسش را با شکنجه گذرانده، یکی بغیر شکنجه گذرانده. پس الا ما شاء ربک اینه که همیشه در جهنم هستن، غیر از اون چیزی که خدا بخواد، یعنی اضافه بر سازمان هم اونها را عذاب میده. لذا الله میفرماید ان ربک فعال لما یرید، رب تو خوب انجام میده اون چیزی که بخواهد، خوب انجام میده.
وأما الذين سعدوا ففي الجنة، اما سعادتمندان، انسانهای نیک و انسانهای سعادتمند، آنها در بهشت هستند، خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، همیشه در اون بهشت میمانند تا مادامی که آسمان و زمین باشد. اینم کنایه از چی بود؟ از دوام و همیشگی. الا ما شاء ربک، غیر از اون چیزی که رب بخواد، یعنی علاوه از اون تابید نعمتهای دیگری هم برایشان هست. عطاء غیر مجذوذ، این عطا و بخششی هست از جانب الله که قطع نمیشه. غیر مجذوذ یعنی غیر مقطوع. فلا تک فی مریة مما یعبد هؤلاء، اینجا خداوند زجر بیان می‌فرماید بر عناد کفار. ای پیامبر من، شما از عبادت اینها زیاد رنجور نباش. پدران اینها هم همینطور عبادت میکردن، غیر الله را شرک میکردن. فلا تک فی مریة، شما در شک نباش، یعنی از بطلان آن، از بطلان شرک اصلا شک نکن. فلا تک فی مریة مما یعبد هؤلاء، در شک نباش از بطلان آنچه که اینها عبادت میکنن. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل، اینها عبادت نمی کنند مگر آنگونه که پدران اینها قبل از این عبادت می کردند. بالاخره ما بدون کم و کاست پاداششون را می دهیم. و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص، ما به صورت کامل سهمشان را می دهیم. غیر منقوص یعنی بدون کم و کاست، بدون کم بود. ولقد آتینا موسی الکتاب، حالا گفتیم این داستان موسی و دلیل موسی برای چی بود؟ برای اثبات رسالت بود، برای اثبات مدعای سوم بود. اینجا خدای عزوجل ضمن اثبات اون رسالت به پیامبرش تسلی میده. ای پیامبر، اگر اینها با هم اختلاف دارند درباره توحید، تو نگران نباش. موسی علیه السلام وقتی که آمد و دعوت خدا را عنوان کرد، اون وقت هم اختلاف کردن ملت. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه، همانا ما دادیم به موسی کتاب دادیم. فاختلف فیه، درباره اون کتاب اختلاف شد. درباره اون کتاب چطور اختلاف شد؟ آمن به قوم و کفر به قوم، یک گروهی از موسی، از قوم موسی ایمان آورد و یک گروه دیگه کفر کرد. همانطوری که قرآن وقتی آمده یک گروه ایمان آورده، یک گروه کفر کرده. مثلا ابو جهل و ابو لهب ایمان نیاوردند، صحابه دیگه ایمان آوردند. آمن به کما اختلف فی القرآن و هو تسلیه لرسول الله. این برای پیغمبر تسلی هست که تو نگران نباش. موسی هم همین برخورد باش شد. ما یعبدون ولولا کلمة سبقت من ربک لقضی بینهم. حالا سوال این که وقتی که این گروهی کفر میکند، قبول نمیکند، چرا برای اونها عذاب خدا نازل نمیشه؟ خدا میفرماید که ما برای عذاب وقت تعیین کردیم، زمان تعیین کردیم. اگر اون تعیین قبلی نبود، اگر فیصله قبلی نبود، فیصله فوری میشد. ولولا کلمة سبقت من ربک، اگر کلمه‌ای که از جانب رب قبلا پیش بینی شده و از جانب رب قبلا فیصله شده، اگر اون نبود، لقضی بینهم، فورا فیصله میشد بین اینها. به همین خاطر که عذاب زود نمیاد، دلایل دیگه هست بر توحید. اینا بازم در شک، و انهم لفی شک منه مرید، در شک از آن هستند، از عذاب مترددن، نمیدونن که چیکار بکنن، در حالی که دلایل قانع کننده برای اینها هست. و ان کل لما لیوفینهم ربک اعمالهم، الله می فرماید همانا هر یکی از اینها، کل لما، هر یکی از اینها، البته اینجا لما شرط است،
شرط و جزایش مشخص نیست کدوم یکیه. بعضی گفتن که لما شرطش مقدره. تقدیر عبارت اینه ان کل لما یبعثهم لیوفینهم ربک اعمالهم. لما یبعثهم، هر وقتی که اینها را خدا از قبرها بلند بکند اون وقت جزای اعمال را کامل میده. پس لما یبعثهم شرط مقدر است، لیوفینهم چیه؟ جزای مذکور. هر یکی از اینها را وقتی که مشرکان را، کفار را وقتی خدا از قبر بلند کند اون وقت جزای کاملی بهشون میده. کل لما یبعثهم لیوفینهم ربک اعمالهم. دوم اینه که لیوفینهم خود شرطه، جزا انه بما یعملون خبیر است. ترجمه اینطور میشه همانا هر یک از اینها وقتی که خداوند به صورت کامل پاداششون را میدهد، پاداش اعمالشان را میدهد، نسبت به اونها خبر دارد که کامل میده. انه بما یعملون خبیر، به آنچه که اونها عمل میکنن خبر دارد. در صورت ترکیب اولی انه بما یعملون خبیر علت است، جزا نیست. بالاخره این همه داستان انبیا آمد، عذاب بر اقوامشون هم ذکر شد، آخر به پیغمبر خدای عزوجل می فرماید ای پیغمبر من فاستقم، شما استقامت کن، شما استقامت کن. اون روایت که من قبلا خدمت شما در اول سوره نبأ خواندم که رسول الله به ابوبکر گفت 5 چیز مرا پیر کرد، سوره هود و واقعه و نبأ و تکویر و انفطار. خب از آن حضرت بازم پرسیدند در سوره هود چه چیزی باعث شد که اینقدر برای شما سنگینه و شما را پیر کرد؟ فرمود فاستقم کما امرت. این آیه یعنی استقامت خیلی سخته. شروع هر کار آسانه اما استقامت بسیار مشکله. بعضی از صوفیان میگن الاستقامت فوق 1000 کرامه، الاستقامه فوق 1000 کرامه، یعنی که شما استقامت داشته باشید در مسیر طاعت و عبادت. اینه که 1 سال احساساتی شده یا 1 سال مشکل داره، خوب عبادت میکنه، سال دیگه مشکلش حل شده، نداره اون عبادت را. نه، انسان از روزی که به فهم و به بلوغ و به رشد میرسه مشغول عبادت خدا باشه، فرامین خدا را تک به تک اجرا بکنه تا آخر عمر. این از هر کرامتی بالاتر است. اونی که به هوا مثلا پرواز بکنه، اونی که روی دریا راه بره، از او کمال بیشتر اینه که انسان چی بکنه؟ استقامت بکنه. پس الله عزوجل میفرمه فاستقم کما امرت، همان گونه که امر شدی از جانب خدا استقامت کن. اینجا خدای تعالی چند دستور میده برای موفقیت. شما و ما اینجور احساس کنیم این فرامین حالا برای ماست. یه وقتی آیات را و دستورات آیات را حمل نکنیم به زمان پیامبر، در اون زمان گفته شده، امروز که نیست. نه، امروز هم احساس کن خدا امروز داره به من شما میگه اگر میخوای موفق بشیم چند چیز اینجا هست، همه اینها را اجرا کنیم. اول استقامت، یعنی در مقابل در راه طاعت و همچنین در مقابل دشمن استقامت کنیم، مسیر حق را ادامه بدهیم، هرچی باد و هیچی هم نمیشه. و من تاب معک، هر کسی که برگشته از شرک با شما اونها هم استقامت کنند. ولا تطغوا، این امر دوم است، ولا تطغوا، سرکشی نکنید، طغیانگری نکنید، یعنی همیشه در راه خدا باشید، نافرمانی نکنید، عصیان نکنید. انه بما تعملون بصیر، همانا خداوند نسبت به اون چی که شما عمل کنید
از طاعت و عبادت یا از عصیان و نافرمانی، همه را میبیند. خب دومین چیز این بود که گناه نکنیم. سومین چیز، به سمت ظالم ها و مشرک ها کوچکترین تمایل نشان ندید. اونها برای شما ایمان دیگه نمیگذاره. وقت اونها میخوان شما به دین اونها برگردید. پس ببینید یکی از دلائل باطل اینه که باطل به سوی اهل باطل توجه دارد، دوست داره با اونها وحدت داشته باشد. خدا میفرماید شما به سوی مشرکان و ظالم ها هیچ نوع تمایلی برای دوستی نشان ندهید. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، متمایل نشید به سوی آنهایی که ظلم کردند، شرک کردند. چرا اگر با آنها دوست بشید، نشست و برخاست داشته باشید، فتمسکم النار، آتش به شما هم میرسد به دلیل این دوستی ها. و ما لکم من دون الله من اولیاء، برای شما غیر از الله هیچ نوع حامیانی نیست. ثم لا تنصرون، سپس یاری هم نمیشوید. این سه امر بود. و اقم الصلاة طرفی النهار امر چهارم است. برای موفقیت استقامت کن، نافرمانی نکن، به سوی کفار و مشرکین تمایل داشته نباش. نماز بخوان، امر مسلم است. نماز بخوان، همیشه نماز بخوان. طرفی النهار، دو طرف روز، دو طرف روز. و زلفا من اللیل، و بخشی از شب. ببینید دو طرف روز. بعضی ها میگویند که دو طرف روز یعنی صبح و عصر. البته قبل از عصر ظهر هم هست، اما یک استدلال این هست که طرفی النهار قبل از روز، یعنی قبل از طلوع خورشید، اندکی قبل از اون چی هست؟ فجر است. قبل از غروب، اندکی قبل از غروب چی هست؟ عصر است. حتی بعضی از کسانی که بالاخره علما هستند استدلال میگیرند، بعضی بر اون چیزی که در فقه هست، مثلا در فقه احناف هست که برای نماز صبح اسفار بهتره. اسفار یعنی که هوا روشن بشه تا همه به نماز برسند. حالا در ایام رمضان غلس بهتره، تاریکی، چون سحری که مردم میخورند کسی دیگه نمیخوابد، به مسجد میآیند. اونجا اگر به تأخیر بدیم شاید کسی نرسد، و شاید بعضی ها نه اصلا دیگه برای نماز نیایند، چون بعد از سحری منتظر میمانند، تا یک حدی منتظر میمانند. لذا در ایام غیر از رمضان اسفار بهتره، چون اندکی قبل از طلوع خورشید چیه؟ اسفار است، هوا روشنه. و در عصر تأخیر، اون تأخیری که تا مثل جایز است، گرچه اولین وقت خواندن بهتره، اشاره به اون تأخیر هست، چون اندکی قبل از غروب همون وقت مؤخر چی است؟ عصر است. و زلفا من اللیل، زلف جمع است، بخش های از شب. شب را به سه بخش کردند. یکی اول شب که مغرب است، یکی وسط شب بعد از شفق که عشاء است، یکی آخر شب که بعضی میگن تهجد، بعضی میگن وتر. پس در این اوقات مختلف نماز را بخوانید. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات را از بین میبرد، یعنی نیکی ها، کارهای خوب. خیلی گناهان هستند که اون گناهان با عبادت از بین میروند. شما میخوانید خیلی گناهان هستند، گناه دست، گناه چهره، وقتی شما وضو میگیرید میریزه این گناه ها. خیلی گناهان هستند به طرف مسجد وقتی میروید، شما در همین مسیر مسجد عرض کنم گناه شما میریزه هر قدمی که برمیدارید. در بعضی از روایت ها معلوم میشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند کسی که مرتکب اشتباه و گناهی میشه بعد از گناه 2 رکعت نماز بخونه، چون ان الحسنات یذهبن السیئات.
یا اینکه صدقه میده. صدقه که میده هم این حسنه هست، این سیئه را و آثار شوم گناه را از بین میبره. پس به این معنی هست که وقتی که اشتباهی کردی فوراً جبران کن. با چی؟ با عبادت، با نیکی، چه مالی چه جانی. ذالک ذکری للذاکرین، این پند جامعی هست برای پند گیرندگان. واصبر، خب 4 تا امر خواندیم. چهارمی چی بود؟ نماز. پنجمی صبر، باز همون استقامت هست. صبر، فإن الله لا يضيع اجر المحسنین، همانا خداوند عزوجل اجر مخلصین را و نیکوکاران را ضایع نمی‌فرماید. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیه، دنیوی است. در امم سابقه خیلی از مردم بودند که مرتکب گناه می شدند، مرتکب جنایت می شدند. حالا چرا اون انسانهای فهیم، انسانهای عاقل، انسانهای روشن فکر چرا جلوشون را نگرفتند؟ چرا اونها را از عذاب باز نداشتند؟ فلولا کان من القرون، چرا نبود از قرون یعنی امم سابقه که قبل از شما بودن اولو بقیه. اولو بقیه یعنی اولو فهم و عقل، صاحبان فهم و عقل، صاحبان درک و درایت. یا اصحاب طاعت الدین، چرا نبودن که ینهون عن الفساد، جلوی فساد را بگیرن؟ یعنی بودن یا فرد، چرا جلوی فساد نگرفتند در زمین؟ الا قلیلا ممن انجینا، مگر اندکی که ما نجات دادیم، اونها جلوی فساد را گرفتند. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين، اما ظالم ها در گذشته چیکار کردند؟ دنبال طرف خوشگذرانی رفتند، پیروی کردند. ما اترفوا فيه، آنچه که در آن خوش گذراندند و اونها جرائم پیشه بودند، تمام زندگی اونها با جرائم بود. حالا الله عزوجل می فرماید به همین دلیل خدا اونها را هلاک کرد، به خاطر گناهانشون، به خاطر جنایتهایشون. و الا هر شهری، هر روستایی، هر قبیله اگر اهل اصلاح باشند، اهل کار خیر باشند، چرا خدا عذاب بده؟ و ما کان ربک لیهلک القری بظلم و اهلها مصلحون، خداوند هلاک نمی کند هیچ قریه را بسبب ظلم، در حالی که اهل اون قریه اهل اصلاح باشند، کار خوب بکنند. چرا خدا ظلم کند؟ چرا خدا اونها را عذاب بده؟ ولو شاء ربک لجعل الناس، اما اگر خدا بخواهد همه مردم را امت واحد قرار میده. ما به دلیل حکمت های این کار را نکرد. قبلا ما حکمت هایش را گفتیم. اگر خدا همه مردم را بالاجبار هدایت بده، باید اختیار را از اونها سلب بکنه. اون وقت هدایت و ایمان اختیاری نمیشه، هدایت و ایمان اجباری میشه. این یک اشکال عمده. اشکال دوم اینه که در دنیا خداوند انسانها را فرستاده به خاطر امتحان. امتحان در صورتی میشه که اختیار هر دو کار را داشته باشی. یک سوالی هست مثلا دو گزینه‌ای، بله نه. خب امتحان، در امتحان باید هم بله را تیک بزنی هم نه را اختیار داشته باشی. پس اگر خدا اختیار را سلب کنه دیگه دنیا دارالامتحان نمیماند. لذا الله می فرماید ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحده، اگر رب تو بخواد همه مردم را بالاجبار امت واحده قرار میداد، اما این کار را نکرد. ولا یزالون مختلفین، همواره همیشه مردم با هم اختلاف دارند. الا من رحم ربک، مگر کسانی که خدا بر اونها رحم کند. ولذلك خلقهم، به همین خاطر خدا آفرید اونها را، به خاطر همین اختلاف یعنی امتحان. چون که یک گروه یک عقیده در یک گروه یک عقیده، حالا میبینند که کدوم یک از اینها به سوی حق برمیگردد. و تمت کلمت رب، علت دیگه اینه که خدا فیصله کرده که باید جهنم را هم از مردم پر بکنه هم از جنات. و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین،
کلمه رب یعنی فیصله رب تمام شده، قطعی شده که چی؟ لأملأن جهنم، اینکه حتما من پر میکنم جهنم را از جنات و از انسان ها همگی. به همین خاطر انسان اختیار داده شده، انسان به سوی جهنم میره با اعمال جهنمیش. و کلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. در پایان این سوره مبارکه خدای عزوجل حکمت این داستان ها را و این قصه ها را بیان می‌فرماید. چرا مثلا در همین سوره داستان چند تا پیغمبر خواندید؟ 7 تا، از سیدنا نوح تا سیدنا موسی. در وسط هود هست و صالح هست و شعیب هست و عرض به خدمت شما ابراهیم هست و لوط. پس این داستان ها برای چی آمده؟ چند حکمت در یک. و کلا نقص علیک من انباء الرسل، هر یک که بیان میکنیم بر تو ای محمد صلی الله علیه و سلم از اخبار پیامبران، اون اخباری هست که ما نثبت به فؤادک، ما تثبیت میکنیم به وسیله اون داستان قلب شما را، یعنی دل شما را قرص میکنیم. شما وقتی که میخوانید از خداوند میشنوید که انبیاء زیادی آمدند، اونها را هم تکذیب کردند، اونها هم قومشون شکنجهشون دادن، مسخرهشون کردن، بالاخره قوم گرفتار شد. خب این باعث تقویت قلب پیغمبر و مسلمانان میشه. ما نثبت به فؤادک. و دیگه وجاءک فی هذه الحق، در این قرآن برایت حق آمده، یعنی اون چی که در این قرآن است حق است، واقعیت. و اون چی که در این قرآن است و هدى و موعظه و ذکر و ذکر المتقین. در این قرآن سراپا موعظه است و پند است برای مؤمنین، للمؤمنین یعنی مستفیدین من الآیه. وقل للذین لا یؤمنون اعملوا على مکان، این تخویف اخروی است، هم زجر هم تخویف اخروی. این همه داستان بیان شد که شما مخاطبین قرآن به سمت حق بیایید، به سمت ایمان بیایید. بعض هم که ایمان نیاوردید و قل للذین لا یؤمنون، بگو به آنهایی که ایمان نمی آورند اعملوا علی مکانتکم، شما سر جایتون کار کنید. این عاملون، ما هم سر جای خودمون کار میکنیم، عمل میکنیم، خدایمون را عبادت میکنیم. و انتظروا، شما منتظر باشید. انا منتظر، ما منتظر فیصله به حق خدا باشیم، منتظر فیصله عذاب خدا باشید، ما هم منتظریم. حالا اون عذاب کی میاد؟ دیگه علم غیب پیش خداست. اون دیگه نه پیغمبر میتونه مشخص کنه، تعیین کنه، نه ولی، نه پیر، کسی. ولله غیب السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است مغیبات آسمان ها و زمین. هر چی که مخفیات هست، غیب هست، الله میداند. و الیه یرجع الامر کله، فقط و فقط به سوی الله امور برمیگردد، لا الی غیره. فاعبده، دوباره اولین مدعا خدای تعالی ذکر می کند، الله تعبدوا الا الله. پس وقتی که تصرفات هم مال خدا، غیب هم خاصه خداست، فاعبده، پس فقط او را عبادت کن خالصانه ای مخاطب. و توکل علی، و بر او فقط توکل و اعتماد کن و بدان که رب از اعمال شما غافل نیست. و ما ربک بغافل عما تعملون، از آنچه که شما عمل میکنید رب سبحانه و تعالی غافل نیست.